انجیل متی باب 1. نسبنامه عیسی مسیح پسر داوود پسر ابراهیم. ابراهیم اسحاق را به دنیا آورد و اسحاق یعقوب را به دنیا آورد و یعقوب یهودا و برادران او را به دنیا آورد و یهودا فارس و زاره را از تامار به دنیا آورد و فارس هیسرون را به دنیا آورد و هیسرون رام را به دنیا آورد و رام امیناداب را به دنیا آورد و امیناداب نحشون را به دنیا آورد و نحشون سلمون را به دنیا آورد و سلمون بوعز را از راحاب به دنیا آورد و بوعز اوبید را از روت به دنیا آورد. اوبید یسای را به دنیا آورد و یسای پادشاه داوود را به دنیا آورد و پادشاه داوود سلیمان را از زن اوریا به دنیا آورد و سلیمان رهبعام را به دنیا آورد و رهبعام ابیا را به دنیا آورد و ابیا آسا را به دنیا آورد و آسا یهوشافاط را به دنیا آورد و یهوشافاط یهورام را به دنیا آورد و یهورام اوزیا را به دنیا آورد و اوزیا یوتام را به دنیا آورد و یوتام آحاز را به دنیا آورد و آحاز حزقیا را به دنیا آورد و حزقیا منشه را به دنیا آورد و منشه آمون را به دنیا آورد و آمون یوشیا را به دنیا آورد و یوشیا یکانیا و برادران او را در زمان جلای بابل به دنیا آورد و بعد از جلای بابل یکانیا شعلتیل را به دنیا آورد و شعلتیل زروبابل را به دنیا آورد و زروبابل ابیهود را به دنیا آورد و ابیهود الیاقیم را به دنیا آورد و الیاقیم آزور را به دنیا آورد و آزور صادوق را به دنیا آورد و صادوق یاکین را به دنیا آورد و یاکین الیهود را به دنیا آورد و الیهود العازار را به دنیا آورد و العازار متان را به دنیا آورد و متان یعقوب را به دنیا آورد و یعقوب یوسف شوهر مریم را به دنیا آورد و از مریم عیسی تولد یافت که مسیح نامیده می شود. پس همه این نسل ها از ابراهیم تا داوود 14 نسل است و از داوود تا جلای بابل 14 نسل است و از جلای بابل تا مسیح 14 نسل است. و مولود عیسی مسیح چنین بود: وقتی که مادر او مریم به عقد یوسف درآمد، پیش از آن که همبستر شوند معلوم گردید که وی از روح القدس حامله دار است و شوهر وی یوسف که مرد عادل بود و نمیخواست وی را ننگین کند، به دل خود گفت که وی را پنهانی جواب داده فرستانم. اما وقتی که او در چنین اندیشه بود، فرشته خداوند در خواب او ظاهر شده گفت: ای یوسف پسر داوود، از گرفتن زن خود مریم نترس، زیرا که آنچه در وی به وجود آمده است از روح القدس است و پسر خواهد زاید و تو او را عیسی خواهی نامید، زیرا که او قوم خود را از گناهاشان نجات خواهد داد. و همه این واقع شد تا به عمل آید کلامی که خداوند به زبان نبی گفته است: اینک باکره حامله خواهد شد و پسر خواهد زاید و او را ایمانوئیل خواهند نامید، که معنایش این است: خدا با ما. و یوسف از خواب بیدار شده آنچنان رفتار کرد که فرشته خداوند به او فرموده بود و زن خود را قبول کرد و با وی هم بستر نشد تا دمی که وی پسر نخستین خود را زاید و او را عیسی نام نهاد. متی باب 2. چون عیسی در ایام پادشاه هیرودوس در بیت لحم یهودا تولد یافت، از جانب شرق به یروشلیم منجمان آمده گفتند: کجاست آن پادشاه یهودیان که تولد یافت؟ زیرا که ستاره او را در شرق دیدیم
به آمدیم که او را پرستش کنیم. چون پادشاه هیرودوس این را شنید در اضطراب افتاد و با وی تمام یروشلیم هم و همه سرکاهنان و کتابدانان قوم را جمع کرده از آنها پرسید که مسیح در کجا باید تولد یابد. با وی گفتند در بیت لحم یهودا، زیرا که به واسطه نبی چنین نوشته شده است: و تو ای بیت لحم زمین یهودا، از دیگر ناحیه های یهودا هیچ کمی نداری، زیرا که از تو پیشوای به میدان خواهد آمد که او قوم من اسرائیل را چوپانی خواهد کرد. آنگاه هیرودوس منجمان را پنهانی دعوت نموده وقتی پیدایش ستاره را از آنها فهمیده گرفت و آنها را به بیت لحم روانه کرده گفت: بروید و از احوال کودک درستکک پرسجوی کنید و همین که او را یافتید به من خبر دهید تا که من هم رفته او را پرستش کنم. آنها سخنان پادشاه را شنیده روانه شدند و اینک ستاره‌ای که در شرق دیده بودند پیشاپیش آنها می رفت و به بالای آن جایی که کودک بود رسیده ایستاد و ستاره را دیده بی اندازه شاد و خوشحال گردیدند و به خانه در آمده کودک را با مادرش مریم دیدند و زانو زده او را پرستش کردند و گنجینه های خود را گشاده انعام های طلا، لادن و مور به او تقدیم کردند. و چون در خواب با آنها وحی آمد که به نزد هیرودوس بر نگردند، آنها از راه دیگر به وطن خود روانه شدند. وقتی که آنها برآمده رفتند، فرشته خداوند در خواب به یوسف ظاهر شده گفت: برخیز و کودک را با مادرش گرفته به مصر فرار کن و در آنجا باش تا وقتی که به تو گویم، زیرا که هیرودوس کودک را جستجو خواهد نمود تا که او را نابود کند. و شبانه برخاسته کودک را با مادرش گرفته سوی مصر روانه شد و تا وفات هیرودوس در آنجا بماند تا به عمل آید کلامی که خداوند با زبان نبی گفته است: از مصر پسر خود را خواندم. چون هیرودوس دید که منجمان او را فریب دادند، بسیار خشمگین شد و فرستاده همه کودکان را در بیت لحم و تمام حدود آن موافق وقتی که از منجمان فهمیده گرفته بود از 2 ساله و کمتر به قتل رساند. آنگاه به عمل آمد کلامی که با زبان ارمیای نبی گفته شده است: آواز در راما شنیده شد، آواز گریه و ناله و ماتم عظیم. راحل برای فرزندان خود گریه می کند و تسلی نمی یابد، زیرا که نیستند. چون هیرودوس مرد، فرشته خداوند در مصر به یوسف در خواب ظاهر شد و گفت: برخیز، کودک را با مادرش گرفته به سرزمین اسرائیل روانه شو، زیرا آنهایی که قصد جان کودک داشتند مردند. و او برخاسته کودک را با مادرش گرفت و به سرزمین اسرائیل آمد. لیکن چون شنید که ارکلاوس به جای پدر خود هیرودوس در یهودا پادشاهی می کند، از رفتن به آنجا ترسید و در خواب وحی یافته به ناحیه جلیل رفت. و چون رسید در شهری که ناصره نام دارد مسکن گرفت تا به عمل آید کلامی که با زبان نبی گفته شده است که او ناصری خوانده خواهد شد. متی باب 3. در آن ایام یحیای تعمید دهنده ظاهر شده در بیابان یهودا موعظه می کرد و می گفت: توبه کنید، زیرا که ملکوت آسمان نزدیک است. زیرا او همان است که اشعیای نبی از او خبر داده گفته است: آوازی ندا کننده در بیابان، راه خداوند را تیار کنید، طریق او را راست کنید. و این یحیی لباسی از پشم شتور در بر و کمربندی از چرم در کمر داشت و خوراک او ملخ
و عسلی یابایی بود. آن وقت اهل یروشلیم و تمام یهودا و مضافات اردن نزد او بیرون می آمدند و به گناه های خود اقرار شده در رود اردن تعمید می یافتند. چون بسیاری از فریسیان و صدوقیان را دید که نزد او برای تعمید می آیند، به آنها گفت: ای افیزادگان، کی به شما تلقین کرد که از غضب آینده بگریزید؟ اکنون ثمری آورید که سزاوار توبه باشد و در دل خود نگویید که پدر ما ابراهیم است، زیرا به شما میگویم که خدا قادر است از این سنگ ها برای ابراهیم فرزندان به وجود آورد. و الحال تیشه بر ریشه درختان گذاشته شده است. هر درختی که میوه نغز ندهد بریده و در آتش انداخته خواهد شد. من شما را با آب برای توبه تعمید میدهم، لیکن آن که پس از من می آید از من تواناتر است. من سزاوار آن نیستم که پایفزال او را بردارم. او شما را با روح القدس و آتش تعمید خواهد داد. او غلبیر خود را در دست دارد و او خرمنگای خود را تازه کرده گندم خود را در انبار گرد خواهد آورد، لیکن کاه را در آتش خاموش نشونده خواهد سوزاند. آنگاه عیسی از جلیل به اردن نزد یحیی آمد تا که از وی تعمید یابد، لیکن یحیی او را باز داشته گفت: مرا لازم است که از تو تعمید یابم و تو نزد من می آیی؟ عیسی در جواب وی گفت: الحال بگذار، زیرا که ما را لازم است هر نوع عدالت را این طور بجا آوریم. پس یحیی او را واگذاشت و عیسی تعمید یافته در حال از آب برآمد و اینک آسمان بر روی او گشاده شد و روح خدا را دید که چون کبوتری نازل شده بر او قرار می گیرد و اینک آوازی از آسمان رسید که می گفت: این است پسری محبوب من که حسن توجه من بر اوست. متی باب 4. آنگاه روح عیسی را به بیابان برد تا که او را ابلیس بیازماید و 40 شبانه روز روزه داشته نهایت گرسنه ماند و آزمایش کننده نزد او آمده گفت: اگر تو پسر خدا باشی به این سنگ ها بگوی که نان شوند. در جواب گفت: نوشته شده است که آدمی زاد نه تنها با نان زندگی می کند، بلکه با هر کلمه که از دهان خدا برآید. پس ابلیس او را به شهر مقدس گرفته برد و بر کنگوره معبد گذاشت و به او گفت: اگر تو پسر خدا باشی خود را به زیر انداز، زیرا که نوشته شده است به فرشتگان خود درباره تو امر خواهد داد و تو را بر کفهای خود برداشته خواهم برد که مبادا پای خود را به سنگ بزنی. عیسی به وی گفت: همچنین نوشته شده است خداوند خدای خود را نآزمای. باز ابلیس او را به کوهی بسیار بلندی برداشته برد و همه مملکت‌های جهان و جلال آنها را به او نشان داد و به او گفت: اگر روی به زمین نهاده به من سجده کنی، همه آنها را به تو میدهم. آنگاه عیسی به وی گفت: از من دور شوی شیطان، زیرا که نوشته شده است و خداوند خدای خود سجده کن و تنها او را عبادت نما. پس ابلیس او را واگذاشت و اینک فرشتگان آمده او را پرستاری کردند. چون عیسی شنید که یحیی دستگیر شده است، به جلیل روانه شد و ناصره را ترک کرده در کفرنهم که در کنار بحر است در حدود زبولون و نفتالی مسکن گرفت.
تا به عمل آید کلامی که با زبان اشعیای نبی گفته شده است. زمین زبولون و زمین نفتالی در راه کنار بحر، آن طرف اردون، جلیل خلقها، قومی که در تاریکی میزیستند نوری عظیمی دیدند و بر آنهایی که در کشور مرگ و سایه آن می نشستند نور درخشید. از همان وقت عیسی به موعظه آغاز نمود و گفت: توبه کنید، زیرا که ملکوت آسمان نزدیک است. و چون از کنار بحر جلیل می‌گذشت، دو برادر را، شیمعون را که پتروس می‌نامیدند و برادری او اندریاس را دید که در بحر تور می‌انداختند، زیرا که صیاد ماهی بودند، و به آنها گفت: مرا پیروی کنید و من شما را صیاد مردم گردانم. در حال آنها تورهای خود را مانده از پی او روانه شدند. چون از آنجا گذشت، دو برادر دیگر را، یعقوب ابن زبدای و برادری و یوحنا را دید که در قایق با پدری خود زبدای تورهای خود را تعمیر می کردند و آنها را دعوت نمود. و آنها در حال قایق و پدری خود را گذاشته از پی او روانه شدند. و عیسی در تمام جلیل می گشت و در کنیشت‌های آنها تعلیم داده انجیل ملکوت را موعظه می کرد و هر بیماری و هر دردی مردم را شفا می بخشید. و آوازه او در تمام سوریه پخش شد و همه بیماران را که به درد و کسلی های گوناگون گرفتار بودند، هم دیوانگان، هم مسروعان و هم مفلوجان را نزد او می آوردند و او آنها را شفا می بخشید. و مردم بسیاری از جلیل، دیکاپولیس، یروشلیم، یهودا و آن طرف اردون از پی او روانه بودند. متی باب 5. چون مردم را دید، بر فراز کوه برآمد و بنشست و شاگردانش نزد او حاضر شدند. آنگاه او دهان خود را گشاده آنها را تعلیم داد و گفت: خوشا مسکینان روح، زیرا که ملکوت آسمان از آن آنهاست. خوشا ماتم زدگان، زیرا که آنها تسلی خواهند یافت. خوشا حلیمان، زیرا که آنها وارث زمین خواهند شد. خوشا گرسنگان و تشنگان عدالت، زیرا که آنها سیر خواهند شد. خوشا رحیمان، زیرا که آنها رحم خواهند یافت. خوشا پاک دلان، زیرا که آنها خدا را خواهند دید. خوشا صلحجویان، زیرا که آنها فرزندان خدا خوانده خواهند شد. خوشا تعقیب شدگان در راه عدالت، زیرا که ملکوت آسمان از آن آنهاست. خوشا شما وقتی که شما را به خاطر من دشنام دهند و تعقیب نمایند و بر ناحق هر نوع غیبت کنند. شاد و خوشحال باشید، چون که مکافات شما در آسمان بزرگ است. زیرا که انبیای پیش از شما را نیز همین طور تعقیب می کردند. شما نمک جهان هستید، لیکن اگر نمک قوتش را گم کند، به کدام چیز باز نمکین شود؟ دیگر هیچ کار نمی آید جز آن که به بیرون پرتافته شود و پایمال مردم گردد. شما نور جهان هستید. شهری که بر فراز کوه واقع است نمی تواند از نظر پنهان شود. شمع را نیز در گرانده نه در زیر ظرفی، بلکه بر شمعدان می گذارند و آنگاه به همه کسانی که در خانه‌اند روشنایی می دهد. همچنین بگذار نور شما به مردم بتابد، تا که اعمال نیک شما را دیده به پدر شما که در آسمان است حمد و ثنا خوانند. گمان نکنید که برای ویران کردن تورات یا صحف انبیا آمدم. نه آمدم که ویران کنم، بلکه بجا آورم. زیرا که براستی به شما میگویم تا آسمان و زمین فنا نشود، هیچ یک حرفی
و یا نقطه از تورات به فنا نخواهد رفت تا دمی که همش اجرا شود. پس هر کی یکی از این احکام خردترین را ویران کند و به مردم چنین تعلیم دهد و در ملکوت آسمان خردترین شمرده خواهد شد. ولی هر کی به عمل آورد و تعلیم دهد و در ملکوت آسمان بزرگ خوانده خواهد شد. زیرا که به شما میگویم اگر عدالت شما از عدالت کتابدانان و فریسیان برتری نداشته باشد به ملکوت آسمان داخل نخواهید شد. شنیده اید که به قدیمیان گفته شده است قتل نکن، هر که قتل کند لایق حکم دارالقضا خواهد بود. لیکن من به شما میگویم هر که به برادر خود بیهوده خشم گیرد لایق حکم دارالقضا خواهد بود. هر که برادر خود را رقا گوید لایق حکم شورای پیران خواهد بود و هر که احمق گوید لایق آتش دوزخ خواهد شد. پس هنگامی که قربانی خود را نزد قربانگاه می آوری و در آنجا به خاطرت آید که برادرت از تو ناراضی است، قربانی خود را در آنجا نزد قربانگاه بمان و رفته اول با برادر خود مواسا کن و بعد آمده قربانی خود را تقدیم کن. هنوز که با دعواگر خود در راه هستی زود با وی آشتی شو تا که دعواگر تو را به قاضی نسپارد و قاضی تو را به ملازم نسپارد و تو را به زندان نه اندازند. براستی به تو میگویم تا فلوس آخرین را ادا نکنی از آنجا بیرون نخواهی رفت. شنیده اید که به قدیمیان گفته شده است زنا نکن. لیکن من به شما میگویم هر کی به زن با چشم شهوت آمیز نگاه کند در دل خود با وی زنا کرده باشد. پس اگر چشم راستت تو را به وسوسه اندازد آن را کنده از خود دور کن. زیرا برای تو بهتر است که یکی از اندامت تلف گردد و تمام جسمت به دوزخ انداخته نشود. و اگر دست راستت تو را به وسوسه اندازد آن را بریده از خود دور کن. زیرا برای تو بهتر است که یکی از اندامت تلف گردد و تمام جسمت به دوزخ انداخته نشود. همچنین گفته شده است هر که از زن خود جدا می شود باید طلاقنامه به وی دهد. لیکن من به شما می گویم هر که از زن خود غیر از عیب زنا جدا شود باعث زناکاری وی می گردد و هر که زنی طلاق شده را گیرد زنا کرده باشد. باز شنیده اید که به قدیمیان گفته شده است قسم دروغ یاد نکن و به قسم خود در نزد خداوند وفا کن. لیکن من به شما می گویم هرگز قسم یاد نکن، نه به آسمان زیرا که تخت خداست، نه به زمین چون که پایانداز اوست، نه به یروشلیم چون که شهر پادشاه بزرگ است. و نه به سر خود قسم یاد کن چون که قادر نیستی یک تار موی را سفید یا سیاه کنی، بلکه سخنان شما آره آره و نه نه باشد. آنچه زیاده از این باشد از ابلیس است. شنیده اید که گفته شده است چشم در عوض چشم، دندان در عوض دندانه. لیکن من به شما میگویم با بدی مقابلت نکن، بلکه اگر کسی بر رخساره راست تو تارسکی زند دیگرش را نیز به سوی او بگردان. و اگر کسی به تو دعوا کرده کرتت را گرفتنی شود جامه خود را نیز به او بده. و هر کی تو را به طی کردن یک فرسنگ راه مجبور کند همراه او 2 فرسنگ برو. با کسی که از تو می طلبد بده و از کسی که می خواهد از تو قرض گیرد رو نگردان. شنیده اید که گفته شده است یار خود را دوست بدار و از دشمن خود نفرت کن. لیکن من به شما می گویم دشمنان خود را دوست بدارید، برای لعنت کنندگان خود برکت بخواهید و نفرت کنندگان خود نیکی کنید و برای آزار دهندگان و تعقیب کنندگان خود دعا گویید تا که فرزندان پدر خود که در آسمان است گردید. زیرا او آفتاب خود را بر بدان و نیکان طلوع می کناند و باران بر عادلان و ظالمان می باراند. زیرا که اگر دوست دارندگان خود را دوست بدارید
چی مکافات خواهید یافت؟ آیا باجگیران نیز چنین نمی کنند؟ و اگر تنها به برادران خود سلام گویید چی برتری دارید؟ آیا باجگیران نیز چنین نمی کنند؟ پس کامل باشید چنان که پدر شما که در آسمان است کامل است. کامل است. متی بابی 6. زنهار صدقه خود را در پیش نظر مردم به عمل نآورید تا که آنها شما را ببینند، وگرنه شما از پدر خود که در آسمان است مکافات نخواهید داشت. پس وقتی که صدقه میدهی پیشا پیش خود کرنه ننواز، چنان که ریاکاران در کنشت‌ها و کوچه ها می کنند تا که مردم آنها را تعریف کنند. براستی به شما می گویم آنها مکافات خود را گرفتند. اما وقتی که تو صدقه می دهی بگذار دست چپت از آن چی دست راستت می کند خبردار نشود، تا که صدقه تو در نهان باشد و پدر تو که نهان بین است به تو آشکارا مکافات خواهد داد. و هنگامی که دعا می گویی مانند ریاکاران نباش که آنها دوست می دارند در کنشت‌ها و گوشه های کوچه ها ایستاده دعا گویند تا که به مردم خود را نشان دهند. براستی به شما می گویم آنها مکافات خود را گرفتند. لیکن تو وقتی که می خواهی دعا گویی به حجره خود درآ و در را بسته به پدر خود که نهان است دعا گوی، و پدر تو که نهان بین است به تو آشکارا مکافات خواهد داد. و در وقت دعا چون خلقها پرگویی نکنید، زیرا آنها گمان می کنند که به طفیل پرگویی دعایشان مستجاب می شود. مانند آنها نباشید، زیرا پدر شما تمام احتیاجات شما را پیش از آن که طلب کنید می داند. پس به این مضمون دعا گویید: ای پدر ما که در آسمانی، اسم تو مقدس باد، ملکوت تو بیاید، اراده تو چنان که در آسمان است در زمین هم به عمل آید. رزق و روزی ما را امروز به ما بده و قرضهای ما را ببخش چنان که ما نیز به قرضداران خود می بخشیم، و ما را به آزمایش دچار نکن بلکه ما را از ابلیس رهایی ده، زیرا که ملکوت و قوت و جلال تا ابد از آن توست. آمین. زیرا اگر شما به مردم خطاهاشان را ببخشید، پدر شما که در آسمان است به شما نیز خواهد بخشید. و اگر شما به مردم نبخشید، پدر شما نیز خطاهای شما را به شما نخواهد بخشید. همچنین هنگامی که روزه می دارید مانند ریاکاران طور شروع نباشید، زیرا که آنها قیافه خود را دیگرگون می کنند تا که روزه‌داری خود را به مردم نشان دهند. براستی به شما می گویم که آنها مکافات خود را گرفتند. لیکن تو وقتی که روزه می داری به سر خود روغن بمال و روی خود را بشوی، تا که نه در نظر مردم بلکه در حضور پدر خود که نهان است روزه‌دار باشی، و پدر تو که نهان بین است به تو آشکارا مکافات خواهد داد. در روی زمین برای خود گنج ها غن نکنید که در اینجا کویه و زنگ میزند و دزدان نقب کنده می دزدند، بلکه برای خود گنج ها در آسمان غن کنید که در آنجا کویه و زنگ نمی زند و دزدان نقب نمی کنند و نمی دزدند. زیرا هر جا که گنج شماست دل شما نیز در آنجا خواهد بود. چراغ بدن چشم است، و اگر چشمت سالم باشد تمام بدنت روشن خواهد بود. لیکن اگر چشم تو خیره باشد تمام بدنت تاریک خواهد بود. پس اگر نوری که در توست ظلمات باشد، چگونه عظیم است آن ظلمات. هیچ کس به دو آقا خدمت کرده نمی تواند، زیرا که یا از یکی نفرت کرده دیگری را دوست خواهد داشت، یا به یکی چسبیده دیگری را خار خواهد دید. شما نمی توانید به خدا و به ممونا خدمت کنید. بنابراین به شما می گویم برای حیات خود غمخواری نکنید که چی بخورید و چی بنوشید، نیز برای جسم خود که چی بپوشید. آیا حیات از خوراک و جسم از پوشاک مهمتر نیست؟ و مرغان هوا نگاه کنید
که نه میکارند و نه میدروند و نه در انبارها ذخیره میکنند و پدر شما که در آسمان است با آنها روزی میرساند. آیا شما از آنها خیلی بهتر نیستید؟ و کیست از شما که با غمخواری خود قامتش را یک ذراع بلند کرده تواند؟ و برای لباس چرا غمخواری میکنید؟ به سوسنهای صحرا نظر کنید که چگونه نشء و نما مییابند، نه مهنت میکنند و نه میریسند. لیکن به شما میگویم که سلیمان هم با تمام جلال خود چون یکی از آنها لباس نپوشیده است. پس اگر خدا علف صحرا را که امروز هست و فردا به تنور انداخته می شود چون این بپوشاند، مگر شما را ای سست ایمانها از آن بهتر پوشانده نمی تواند؟ از این رو غمخواری نکنید و نگویید چی بخوریم یا چی بنوشیم یا چی بپوشیم، چون که خلقها در جستجوی همه این چیزها می باشند. لیکن پدر شما که در آسمان است می داند که شما به همه این چیزها احتیاج دارید. اما اول ملکوت خدا و عدالت او را بجویید و همه این چیزها به شما به طور علاوه داده خواهد شد. پس برای فردا غمخواری نکنید، زیرا که فردا برای خود غمخواری خواهد کرد. زحمت امروز برای امروز کافی است. متی باب 7. حکم نکنید تا که حکم کرده نشوید، زیرا به هر طریق که حکم کنید به همان طریق شما حکم کرده خواهید شد و به هر اندازه که چین کنید به همان اندازه به شما چین کرده خواهد شد. و چرا تو خسی را در چشم برادری خود میبینی ولی چوبی را در چشم خود در نمیابی؟ یا چطور به برادری خود میگویی اجازت ده که خس را از چشم تو دور کنم و حال آن که چوب در چشم توست؟ ای ریاکار، اول چوب را از چشم خود دور کن و آنگاه درست خواهی دید که خس را از چشم برادر خود دور کنی. آنچه مقدس است به سگان ندهید و مروارید خود را پیش خوکان ناندازید تا که آنها را پایمال نکنند و برگشته شما را ندارند. بطلبید و شما داده خواهد شد، بجویید خواهید یافت، در را بکوبید آن برویتان گشاده خواهد شد. زیرا هر که بطلبد میگیرد و هر که بجوید مییابد و هر که در را بکوبد آن برویش گشاده می شود. و کدام آدم است از شما که پسرش از او نان بطلبد و سنگ به وی بدهد، یا ماهی از او بطلبد و مار به وی بدهد؟ پس اگر شما که شریر هستید و فرزندان خود دادن انعام‌های نیک را می‌دانید، پس پدر شما که در آسمان است با آنهایی که از او می‌طلبند چند مراتب زیادتر چیزهای نیک خواهد داد. پس هر آنچه می‌خواهید که مردم به شما کنند شما نیز به آنها همان طور کنید، زیرا این است تورات و صحف انبیا. از در تنگ درآیید، زیرا فراخ است آن در و وسیع است آن راهی که سوی هلاکت میبرد و آنهایی که به آن داخل میشوند بسیارند. زیرا تنگ است آن در و دشوار است آن راهی که سوی حیات میبرد و یابندگان آن کم هستند. از انبیای کاذب حذر کنید که به لباس میش نزد شما میآیند لیکن در باطن گرگان درندند. آنها را از میوه هاشون خواهید شناخت. آیا از بوته آلوچه انگور و از مشخار انجیر میچینند؟ همچنین هر درخت نیک میوه نیک می آورد، لیکن هر درخت بد میوه بد می آورد. نمیتواند درخت نیک میوه بد آورد و درخت بد میوه نیک. هر درختی که میوه نیک نمی آورد بریده و در آتش انداخته می شود. پس آنها را از میوه هاشون خواهید شناخت. نه هر کسی که به من خداوندا خداوندا می گوید به ملکوت آسمان داخل خواهد شد، بلکه آن کسی که اراده پدر مرا که در آسمان است به جا می آورد. بسیار کسان در آن روز به من خواهند گفت خداوندا خداوندا، آیا به اسم تو نبوت نکردیم؟ آیا به اسم تو دیوها را نراندیم؟ آیا به اسم تو معجزات زیاد نشان ندادیم؟ آنگاه در جواب آنها خواهم گفت
من هرگز شما را نمی شناختم. از من دور شوید ای بدکاران. پس هر که این سخنان مرا بشنود و آنها را بجا آورد، او را به مرد عاقل مانند می کنم که خانه خود را بر سنگ بنا کرد. و باران باریده سیلاب ها روان شد و بادها وزیده به آن خانه فشار آورد، لیکن آن فرو نرفت، چون که بر سنگ بنا شده بود. و هر که این سخنان مرا بشنود و آنها را بجا نآورد، به مرد نادان مانند است که خانه خود را بر ریگ بنا کرد. و باران باریده سیلاب ها روان شد و بادها وزیده به آن خانه فشار آورد و آن خانه فرو رفت و خرابی آن بزرگ بود. وقتی که عیسی این سخنان را به پایان رساند، مردم از تعلیم او در حیرت ماندند، زیرا که آنها را همچون صاحب قدرت تعلیم می‌داد، نه همچون کتابدانان و فریسیان. متی باب 8. وقتی که او از کوه فرآمد، مردم بسیاری از پی او روانه شدند و اینک مخوی نزدیک آمده نزد او زانو زد و گفت: خداوندا، اگر خواهی میتوانی مرا پاک کنی. و عیسی دست خود را دراز کرده وی را لمس نمود و گفت: میخواهم، پاک شو. و در حال وی از مخاو پاک شد. و عیسی به وی گفت: زنهار به کسی مگو، بلکه رفته خود را به کاهن نشان ده و آن هدیه را که موسی فرموده است تقدیم کن تا به آنها شهادتی گردد. چون عیسی وارد کفرنهم شد، میرسد نزد او آمد و التماس کرده گفت: خداوندا، خدمتگار من گرفتاری فلج شده، در خانه خوابیده است و عذاب سختی دارد. عیسی به وی گفت: من آمده او را شفا خواهم داد. میرسد در جواب گفت: خداوندا، من لایق آن نیستم که تو زیر سقف من بیایی، بلکه فقط سخنی بگو و خدمتگار من شفا خواهد یافت. زیرا که من یک فرمانبر هستم و در زیر اطاعت خود سربازان را دارم. به یکی میگویم برو، میرود. به دیگری میگویم بیا، میآید. به غلام خود میگویم فلان کار را بکن، میکند. و عیسی این سخنان را شنیده در تعجب ماند و به پیروان خود گفت: براستی به شما میگویم چون این ایمان در اسرائیل هم نیافتم. و به شما میگویم که بسیار کسان از شرق و غرب آمده در ملکوت آسمان با ابراهیم، اسحاق و یعقوب خواهند نشست. لیکن فرزندان ملکوت به ظلمات بیرون به در رانده خواهند شد، در آنجا گریه و غجراس دندان خواهد بود. و عیسی به میرسد گفت: برو، موافق ایمانت به تو عطا شود. و همان ساعت خدمتگار او شفا یافت. وقتی که عیسی به خانه پیتروس آمد، مادر عروسی او را دید که در حالت تبلرزه خوابیده است و دست او را لمس کرد و تبلرزه او قطع شد و او برخاسته و پرستاری آنها مشغول گشت. چون شام شد، بسیار دیوانگان را نزد او آوردند و او با سخنی ارواح را بیرون کرد و همه بیماران را شفا داد، تا به عمل آید کلامی که با زبان اشعیای نبی گفته شده است: او ضعیفی های ما را گرفت و بیماری های ما را برداشت. چون عیسی مردمی بسیار را در گرد خود دید، فرمود که به ساحل دیگر گذرند. آنگاه یک کتابدان نزد او آمده گفت: استاد، هر جا روی تو را پیروی خواهم کرد. عیسی به وی گفت: روباهان لانه و مرغان هوا آشیانه دارند، لیکن پسر آدم جای ندارد که سر نهد. و دیگری از شاگردانش به او گفت: خداوندا، به من اجازت ده که رفته اول پدر خود را دفن کنم. لیکن عیسی به وی گفت: مرا پیروی کن و بگذار که مردگان خود را دفن کنند.
چون به قایق سوار شد، شاگردانش با او همراهی کردند. ناگاه غلیان بزرگی در بحر به عمل آمد تا به حدی که موجها قایق را فرا می گرفتند و او خفته بود. شاگردانش پیش آمده او را بیدار کردند و گفتند: خداوندا، ما را نجات ده که هلاک می شویم. به آنها گفت: ای سست ایمانها، چرا هراسانید؟ بعد برخاسته بادها و بحر را منع کرد و آرامی کامل برقرار شد و مردم در تعجب مانده گفتند: این کیست که بادها و بحر نیز به او اطاعت می کنند؟ و چون در ساحل دیگر به سرزمین جرجسیان رسید، دو دیوانه از مغاک گورها بیرون آمده به او روبرو شدند و چنان بدخشم بودند که هیچ کس جرأت نداشت از آن راه بگذرد. و اینک آنها فریاد زده گفتند: تو را با ما شکار است عیسی، پسر خدا. تو به اینجا آمده تا که ما را پیش از وقت ازاندی. و در جای از آنها دورتر گله بزرگی خوکان میچرید و دیوها از او التماس کرده گفتند: اگر ما را بیرون کنی، به گله خوکان ما را روان کن. به آنها گفت: بروید. و آنها بیرون شده به گله خوکان در آمدند و اینک تمام گله خوکان از بلندی به بحر جسته در آب غرق شد. و خوکبانها دویده رفتند و به شهر رسیده تمام حادثه را نیز آنچه را که با دیوانگان روی داد نقل کردند. و اینک تمام اهل شهر به پیشواز عیسی بیرون آمدند و چون او را دیدند التماس کردند که از حدود آنها بیرون رود. متی باب 9. پس به قایق سوار شده عبور کرد و به شهر خود آمد. و اینک مفلوجی را که بر بستر خوابیده بود نزد او آوردند. چون عیسی ایمان آنها را دید به مفلوج گفت: دلیر باش ای فرزند، گناههای تو آمرزیده شد. در عین حال بعضی از کتابدانان در دل خود گفتند: او کفر میگوید. لیکن عیسی اندیشه های آنها را پی برده گفت: برای چی در دل خود اندیشه های بد دارید؟ زیرا کدامش آسانتر است، گفتن این که گناه های تو آمرزیده شد، یا گفتن آن که برخیز و روانه شو؟ لیکن تا بدانید که پسر آدم در روی زمین قدرت آمرزیدن گناه ها را دارد. آنگاه به مفلوج گفت: برخیز، بستر خود را بردار و به خانه خود روانه شو. در حال برخاسته به خانه خود روانه شد. چون مردم این را دیدند حیران شدند و خدا را که به آدمیزاد چنین قدرتی بخشیده است حمد و ثنا خواندند. و عیسی از آنجا گذشته متی نام شخصی را دید که در باجگاه نشسته بود و به وی گفت: از پی من بیا. وی برخاسته از پی او روانه شد. و هنگامی که عیسی در خانه در سری سفره نشسته بود، بسیاری از باجگیران و گناهکاران نیز آمده با او و شاگردانش در سری سفره نشستند. چون فریسیان این را دیدند و شاگردان او گفتند: چرا استاد شما با باجگیران و گناهکاران خوراک میخورد؟ عیسی چون شنید به آنها گفت: نه تندرستان بلکه بیماران به طبیب حاجت دارند. و شما بروید و معنای این سخن را بیاموزید: مرحمت میخواهم نه قربانی. زیرا من آمدم که نه عادلان را بلکه گناهکاران را به توبه دعوت کنم. شاگردان یحیی نزد او آمده گفتند: چرا ما و فریسیان بسیار روزه می داریم لیکن شاگردان تو روزه نمی دارند؟ عیسی به آنها گفت: آیا اهل کشک نکاح مادامی که داماد با آنهاست ماتم داشته می توانند؟
لیکن ایامی خواهد رسید که داماد از آنها گرفته شود و آنگاه روزه خواهند داشت و هیچ کس بر جامه کهنه از متاع نو دربه نمی ماند، زیرا دربه نو از جامه جدا شده جای دریده آن باز هم بدتر می شود. و شراب نو را در مشک کهنه نمی اندازند، وگرنه مشک دریده شراب هم می ریزد، مشک هم تلف می شود، بلکه شراب نو را در مشک نو می اندازند و هر دو محفوظ می مانند. هنوز این سخنان را او به آنها می گفت که سردار آمده پیش او زانو زد و گفت: دختری من حاضر مرد، لیکن بیا و دست خود را به وی بگذار و زنده خواهد شد. عیسی برخاسته با شاگردانش از پی وی روانه شد و اینک زنی که 12 سال باز گرفتار خونروی بود از قفا نزدیک شده دامن او را لمس نمود، زیرا که به دل خود گفت: اگر محض لباس او را لمس کنم شفا می یابم. عیسی به قفا نگاه کرده زن را دید و گفت: دلیر باش ای دختر، ایمانت تو را شفا بخشید. همان ساعت زن شفا یافت. و هنگامی که عیسی به خانه سردار آمده نی نوازان و مردم نوحه کننده را دید، با آنها گفت: از اینجا برآیید، زیرا که دختر نمرده است بلکه خفته است. آنها بر او خندیدند. چون مردم بیرون رفتند، او در آمده دستی وی را گرفت و دختر برخاست و آوازه این در تمام آن سرزمین پخش شد. وقتی که عیسی از آنجا می رفت، 2 کور از پی او رفته فریاد می زدند: ای پسر داوود، به ما مرحمت کن. و چون به خانه رسید، کوران نزد او در آمدند. عیسی به آنها گفت: آیا ایمان دارید که من این کار را کرده می توانم؟ آنها به او گفتند: آری خداوندا. آنگاه چشمان آنها را لمس کرده گفت: موافق ایمانتان به شما بشود. و چشمان آنها گشاده شد. و عیسی آنها را تأکید کرده گفت: زنهار کسی از این آگاهی نیابد. لیکن آنها بیرون رفته آوازه او را در تمام آن سرزمین پهن کردند. و هنگامی که آنها بیرون می رفتند، کسی را نزد او آوردند که دیوانه گونگ بود. و چون دیو بیرون کرده شد، گونگ به گپ در آمد و مردم در حیرت مانده گفتند: چون این حادثه در اسرائیل هرگز دیده نشده است. لیکن فریسیان گفتند: او دیوها را به واسطه کلان دیوها بیرون میکند. و عیسی در همه شهرها و دیهات گشته در کنشت‌های آنها تعلیم می‌داد. انجیل ملکوت را موعظه می‌کرد و هر بیماری و ضعف مردم را شفا می‌داد. و انبوه مردم را دیده به آنها رحمش آمد، زیرا آنها مثل گوسفندان بیچوپان بیمدار و پراکنده بودند. آنگاه به شاگردان خود گفت: درو بسیار است لیکن کارگران کم. پس شما از صاحب درو التماس کنید که به درو خود کارگر فرستاند. متی باب 10. و 12 شاگردش را نزد خود خوانده به آنها بر ارواح پلید قدرت داد تا که آنها را بیرون کنند و هر بیماری و بیتابی را شفا دهند. و نامهای 12 حواری این است: اول شمعون که پیتروس نامیده شده بود و برادرش اندریاس، یعقوب ابن زبدای و برادرش یوحنا، فیلیپوس و برتلما، توما و متی باجگیر، یعقوب ابن حلفای و لبای که لقبش تدا بود، شمعون قنا و یهودای اسقریوت که او را تسلیم کرد. این 12 را عیسی فرستاد و به آنها حکم داده گفت: برای غیر یهودیان نروید.
و به شهر سامریا ندرآید، بلکه نزد گوسفندان گم شده خاندان اسرائیل بروید و چون می روید موعظه کرده گویید که ملکوت آسمان نزدیک است. بیماران را شفا دهید، مخویان را پاک کنید، مردگان را احیا کنید، دیوها را بیرون کنید، مفت یافته اید مفت دهید، در کمربند خود طلا یا نقره یا میس ذخیره نکنید و برای سفر نه تربه داشته باشید، نه دو پیراهن، نه چارق و نه عصا، زیرا که محنتکش سزاوار خوراک خود می باشد. و در هر شهر یا ده که می درآیید سراغ کنید که در آنجا شخص شایسته کیست و تا وقتی برآمدنتان در آنجا بمانید. وقتی که به خانه می درآیید سلام بگویید. اگر اهل آن خانه لایق باشند سلام شما بر آنها قرار می گیرد و اگر لایق نباشند سلامتان سوی شما برمی گردد. و هر که شما را قبول نکند و به سخن شما گوش ندهد از آن خانه و یا شهر بیرون رفته غبار پایهای خود را بیفشانید. براستی به شما می گویم حالت زمین سدوم و عمورا در روز داوری از آن شهر سهل‌تر خواهد بود. اینک من شما را مانند گوسفندان به میان گرگان می فرستم. پس مثل ماران زیرک و مثل کبوتران ساده باشید، لیکن از مردم حذر کنید، زیرا شما را به محکمه ها خواهند سپرد و در کنشت های خود شما را غمچین کاری خواهند کرد و به خاطر من شما را نزد حاکمان و پادشاهان خواهند بود تا که برای آنها و خلقها شهادت شود. لیکن چون شما را تسلیم کنند اندیشه نکنید که چی گونه و یا چی باید بگویید، زیرا که در آن ساعت به شما عطا خواهد شد که چی باید گفت. زیرا که گوینده شما نیستید، بلکه روح پدر شماست که در شما گوینده است. و برادر برادر را و پدر فرزند را به مرگ تسلیم خواهد کرد و فرزندان بر ضد پدران و مادران قیام کرده آنها را به هلاکت خواهند رساند. و از برای اسم من تمام مردم از شما نفرت خواهند کرد، لیکن هر که تا به آخر صبر کند نجات خواهد یافت. اگر در شهر شما را تعقیب کنند و دیگری بگریزید، زیرا که براستی به شما میگویم پیش از آن که همه شهرهای اسرائیل را طی کنید پسر آدم خواهد آمد. شاگرد از معلم خود و غلام از آقای خود اولی نیست. بسنده است که شاگرد چون معلم خود باشد و غلام چون آقای خود باشد. اگر صاحب خانه را به الزبول نامیده باشند، اهل خانه وی را چقدر زیادتر خواهند نامید. پس از آنها نترسید، زیرا هیچ چیزی نهانی نیست که آشکار نگردد و هیچ چیزی مخفی نیست که معلوم نشود. آنچه در تاریکی به شما میگویم در روشنایی بگویید و آنچه در گوش میشنوید در بالای بام ها موعظه کنید. و از کشندگان جسم که به کشتن روح قادر نیستند نترسید، بلکه از او هراسان باشد که قادر است هم جسم و هم روح را در دوزخ نابود کند. آیا دو گنجشک به یک فلوس فروخته نمی شود؟ و حالان که یگان تای آنها به خواست پدر شما به زمین نمی افتد، لیکن همه موی های سر شما نیز شمرده شده است. پس نترسید، شما از بسیار گنجشکان برتری دارید. پس هر که مرا در نزد مردم اعتراف کند، من نیز او را در نزد پدر خود که در آسمان است اعتراف خواهم کرد. لیکن هر که مرا در نزد مردم انکار کند، من نیز او را در نزد پدر خود که در آسمان است انکار خواهم کرد. گمان نکنید که آمدم تا آسایشتگی بر زمین بیارم. نه آمدم که آسایشتگی بیارم، بلکه شمشیر. زیرا که آمدم تا آدم را از پدرش، دختر را از مادرش و کلین را از مادر شویش جدا کنم. و دشمن آدم اهل خانه او خواهند بود. هر که پدر یا مادرش را از من بیشتر دوست می دارد لایق من نیست، و هر که پسر یا دخترش را از من بیشتر دوست می دارد لایق من نیست.
و هر کی صلیب خود را نمی بردارد و مرا پیروی نمی کند لایق من نیست. هر کی جان خود را نگاهداری کند آن را برباد خواهد داد و هر کی جان خود را در راه من برباد دهد آن را نگهداری خواهد کرد. هر کی شما را قبول کند مرا قبول می کند و هر کی مرا قبول کند فرستنده مرا قبول می کند. هر کی پیغمبر را به اسم پیغمبر قبول کند مکافات پیغمبر را خواهد یافت و هر کی عادل را به اسم عادل قبول کند مکافات عادل را خواهد یافت. و هر کی یکی از این خوردان را فقط یک پیاله آب سرد بنوشاند چون که اسم شاگرد دارد به راستی به شما میگویم که مکافات خود را از دست نخواهد داد. متی بابی 11. چون عیسی نصیحت گویی را به 12 شاگردی خود به انجام رساند از آنجا روانه شد تا که در شهرهای آنها تعلیم دهد و موعظه کند. وقتی که یحیی در زندان اعمال مسیح را شنید 2 نفر از شاگردان خود فرستاد تا که به او بگویند آیا تو همان هستی که باید بیاید یا منتظر دیگری باشیم؟ عیسی در جواب آنها گفت بروید و آنچه شنیدید و دیدید به یحیی بگویید. کورها میبینند و شلها راه میروند، مخویان پاک میشوند و کرها میشنوند، مردگان احیا میشوند و به مسکینان بشارت داده میشود و خوشا کسی که در حق من به وسوسه نیفتد. و هنگامی که آنها رفتند عیسی به مردم درباره یحیی به سخن آغاز کرد. برای دیدن چی چیز به بیابان رفته بودید؟ آیا برای دیدن نیه که از باد می لرزد؟ پس برای دیدن چی چیز رفته بودید؟ آیا برای دیدن مردی که سر و لباس نرم در بر دارد؟ آنهایی که سر و لباس نرم در بر دارند در قصرهای پادشاهانند. پس برای دیدن چی چیز رفته بودید؟ آیا برای دیدن یک نبی؟ آره به شما میگویم که وی از نبی هم بزرگتر است، زیرا وی همان است که درباره وی نوشته شده است. اینک من قاصد خود را پیشا پیش تو میفرستم تا راه تو را پیش تو مهیا کند. براستی به شما میگویم از میان آنهایی که از زن تولد یافتند بزرگتر از یحیی تعمید دهنده بر نخواست. لیکن آن که در ملکوت آسمان خردترین است از وی بزرگتر است. و از ایام یحیی تعمید دهنده تا الحال ملکوت آسمان با زوری به دست آورده می شود و زورآوران آن را می ربایند. زیرا که تمام انبیا و تورات تا وقت ظهور یحیی پیشگویی کردند. و اگر قبول کردن خواهید و الیاس است که باید بیاید، هر کی گوشی شنوا دارد بشنود. لیکن این نسل را به کی مانند کنم؟ و به کودکان مانند است که در کوچه ها نشسته و به رفیقان خود مراجعت کرده می گویند برای شما نای نواختیم رقص نکردید، برای شما نوحه‌گری کردیم نگریستید. زیرا که یحیی آمد نمی خورد و نمی نوشد، می گویند دیو دارد. پسر آدم آمد می خورد و می نوشد، می گویند اینک مرد پرخور و میگسار که دوست باجگیران و گناهکاران است و حکمت از طرف فرزندانش تصدیق کرده می شود. آنگاه او به مذمت کردن شهرهای شروع نمود که اکثری معجزات او در آنجا ظاهر شده بود چون که توبه نکرده بودند. وای بر حال تو ای کورازین، وای بر حال تو ای بیت سیدا. زیرا اگر معجزاتی که در شما ظاهر شد در سور و سیدون ظاهر می شد، کیها پلاس پوش و خاکستر نشین شده توبه می کردند. لیکن به شما می گویم در روز داوری حالت سور و سیدون از شما سبکتر خواهد بود. و تو ای کفرنهوم که سر به آسمان افراخته ای به دوزخ سرنگون خواهی شد. زیرا اگر معجزاتی که در تو ظاهر شد در سدوم ظاهر می شد،
و تا امروز باقی میماند. لیکن به شما میگویم که در روز داوری حالت سرزمین سدوم از تو سبکتر خواهد بود. در آن وقت عیسی سخنش را دوام داده گفت: تو را ای پدر، ای خداوند آسمان و زمین ستایش میکنم که این چیزها را از خردمندان و عاقلان پنهان داشتی و به کودکان آشکار کردی. آره ای پدر، زیرا که حسن توجه تو چنین بود. همه چیز را پدرم به من سپرده است و هیچ کس پسر را جز پدر نمی شناسد و هیچ کس پدر را نمی شناسد جز پسر و کسی که پسر بخواهد به وی آشکار کند. نزد من آیید ای همه زحمت کشان و گران باران و من به شما آرامی خواهم بخشید. یوغ مرا به گردن خود گیرید و از من تعلیم یابید، زیرا که من حلیم و فروتن هستم و جانهای شما آرامی خواهد یافت، زیرا یوغ من خوش و بار من سبوک است. متی باب 12. در آن وقت عیسی روز شنبه از کشتزار می‌گذشت و شاگردانش گرسنه مانده به چیدن و خوردن خوشه ها سر کردند. فریسیان این را دیده به او گفتند: اینک شاگردان تو کار میکنند که کردن آن در روز شنبه روان نیست. با آنها گفت: مگر نخوانده اید که داوود چی کرد هنگامی که خودش و همراهانش گرسنه بودند؟ چگونه وی به خانه خدا در آمده نان تقدیم را خورد که خوردن آن به وی و همراهانش روا نبود، بلکه فقط به کاهنان روا بود. آیا در تورات نخوانده اید که کاهنان در روزهای شنبه در معبد آیین شنبه را رعایت نمی کنند و با وجود آن بیگناهند؟ لیکن به شما میگویم که در اینجا شخصی هست که از معبد بزرگتر است. و اگر میدانستید که مرحمت میخواهم نه قربانی چی معنا دارد، بیگناهان را مذمت نمی کردید، زیرا که پسر آدم آقای روز شنبه نیز می باشد. و از آنجا رفته به کنیشت آنها در آمد. و اینک در آنجا آدمی بود که دستی خشک شده داشت. از او پرسیده گفتند: آیا در روز شنبه شفا دادن جایز است؟ قصدشان این بود که او را عیبدار کنند. با آنها گفت: کیست از شما که یک گوسفند داشته باشد و آن در روز شنبه به مغاک افتد و آن را گرفته نبرارد؟ پس چی قدر از گوسفند آدم عزیزتر است؟ بنابراین در روزهای شنبه نیکی کردن جایز است. آنگاه با آن آدم گفت: دست خود را دراز کن. وی دراز کرد و مثل دست دیگرش صحت شد. فریسیان بیرون رفته در حق او مشورت نمودند که چطور او را هلاک کنند. لیکن عیسی این را دریافته از آنجا دور شد. و مردم بسیاری از پی او روانه شدند و او همه آنها را شفا بخشید و به آنها فرمایش داد که آوازه او را پهن نکنند تا به عمل آید کلامی که با زبان اشعیای نبی گفته شده است: اینک بنده من که او را برگزیدم و محبوب من که حسن توجه من بروست. روح خود را بر او خواهم نهاد تا که داوری را به خلقها اعلان کند. ستیزه و فغان نخواهد کرد و کسی در کوچه ها آواز او را نخواهد شنید. نی خمیده را نخواهد شکست و فتیله نیم سوخته را خاموش نخواهد کرد تا دمی که داوری را به غلبه آورده رساند و خلقها به اسم او امید خواهند بست. آنگاه دیوانه را نزد او آوردند که کور و گونگ بود. او وی را شفا بخشید به طوری که آن کور و گونگ گویا و بینا شد. و تمام مردم در حیرت افتاده گفتند: آیا این شخص پسر داود نیست؟ لیکن فریسیان این را شنیده گفتند: او دیوها را فقط با واسطه بألزبول کلان دیوها بیرون میکند.
اما عیسی فکر و خیال آنها را دریافته به آنها گفت: هر سلطنتی که بر ضد خود از هم جدا شود رو به خرابی می آورد و هر شهر یا خانه‌ای که بر ضد خود از هم جدا شود استوار ایستادن نمی تواند. و اگر شیطان را بیرون کند و بر ضد خود از هم جدا شده باشد، پس سلطنتی وی چگونه استوار ایستاده می تواند؟ و اگر من دیوها را به واسطه بلزبول بیرون می کرده باشم، پسران شما آنها را به واسطه کی بیرون می کنند؟ بنابراین آنها داوری شما خواهند شد. لیکن اگر من دیوها را با روح خدا بیرون می کرده باشم، پس ملکوت خدا به شما آمده رسیده است. یا کسی چگونه به خانه شخص زورآور در آمده چیزهای وی را غارت کرده می تواند به آنکه اول آن زورآور را ببندد و پس از آن خانه وی را غارت کند؟ هر کی با من نیست با من مقابل است و هر کی با من جمع نمی کند وی پراکنده می کند. از این سبب به شما می گویم هر نوع گناه و کفر به آدمی زاد آمرزیده می شود، لیکن کفر بر ضد روح به آدمی زاد آمرزیده نخواهد شد. هر کی بر ضد پسر آدم سخن گوید به وی آمرزیده می شود، لیکن هر کی بر ضد روح القدس سخن گوید به وی آمرزیده نخواهد شد، نه در این عالم نه در عالم آینده. یا درخت را نیک گردانید و میوه‌اش را نیک، یا درخت را بد گردانید و میوه‌اش را بد، زیرا که درخت از میوه‌اش شناخته می شود. ای عفیزادگان، شما چطور سخنان نیک گفته می توانید در صورتی که خودتان بد هستید؟ زیرا که زبان از پوری دل سخن می گوید. شخص نیک از گنجینه نیک چیزی نیک بیرون می آورد و شخصی بد از گنجینه بد چیزی بد بیرون می آورد. لیکن به شما می گویم که مردم برای هر سخنی باطلی که می گویند در روز داوری جواب خواهند داد. زیرا که از سخنان خود سفید خواهی شد و از سخنان خود محکوم خواهی شد. آنگاه بعضی از کتابدانان و فریسیان به جواب گفتند: ای استاد، می خواهیم علامتی از تو ببینیم. در جواب آنها گفت: نسل شریر و زناکار علامتی می طلبد و به وی جز علامت یونس نبی علامت دادن نخواهد شد. زیرا چنان که یونس 3 شبانه روز در شکم ماهی بود، پسر آدم نیز 3 شبانه روز در آغوش زمین خواهد بود. مردم نینوه در روز داوری با این نسل برخاسته آن را محکوم خواهند کرد، زیرا که آنها با موعظه یونس توبه کردند و اینک در اینجا شخصی از یونس بزرگتر است. ملکه جنوب در روز داوری با این نسل برخاسته آن را محکوم خواهد کرد، زیرا که وی برای شنیدن حکمت سلیمان از اقصای زمین آمد و اینک در اینجا شخصی از سلیمان بزرگتر است. وقتی که روح پلید از آدم بیرون می آید، در جستجوی راحت در جایهای بی آب گردش می کند و نمی یابد. آنگاه می گوید به خانه خود که از آن بیرون آمدم بر می گردم و گشته آمده آن را خالی، جارب زده و آراسته می یابد. پس از آن رفته 7 روح دیگری از خودش بدتر را همراه خود می آورد و داخل شده در آنجا زندگی می کنند و انجام آن شخص بدتر از اولش می شود. حال این نسل شریر نیز همین طور خواهد شد. هنوز او با مردم سخن می گفت که مادر و برادرانش آمده در بیرون ایستادند و می خواستند با او گفتگو کنند. و شخصی به او گفت: اینک مادرت و برادرانت در بیرون ایستادند و می خواهند با تو گفتگو کنند. لیکن او در جواب آن شخص گفت: کیست مادر من و کیست برادران من؟ و با دست خود شاگردان خود را نشان داده گفت: اینک مادر من و برادران من. زیرا هر که خواستی پدر مرا که در آسمان است بجا آورد، همان کس برادر و خواهر و مادری من است. متی بابی 13.
و همان روز عیسی از خانه بیرون آمده در کنار بحر نشست و مردمی بسیار نزد او جمع آمدند، به طوری که او به قایق در آمده نشست و تمام مردم در کنار بحر می ایستادند و با مثلها چیزهای بسیار را به آنها آموخته گفت. اینک کارنده برای پاشیدن تخم بیرون رفت و چون تخم می پاشید قدر در کنار راه افتاد و پرندگان آمده آن را خوردند. قدر بر سنگلاخ افتاد در جایی که خاک بسیار نبود و با تیزی سبزید، زیرا که خاک عمق نداشت. چون آفتاب برآمد پژمرده شد و از بس که ریشه نداشت خشک شد. قدر در میان خارها افتاد و خارها قد کشیده آن را پخش کردند. قدر در خاک نغز افتاد و بار آورد، بعضی 100 برابر، بعضی 60 و بعضی 30. هر که گوش شنوا دارد بشنود. و شاگردانش آمده به او گفتند: چرا به آنها با مثلها سخن میگویی؟ در جوابشان گفت: چون که به شما دانستن اسرار ملکوت آسمان عطا شده است، لیکن به آنها عطا نشده است. زیرا هر که دارد به وی داده و افزوده شود، لیکن هر که ندارد از وی آنچه نیز دارد گرفته شود. از آن سبب به آنها با مثلها سخن میگویم که آنها نگاه میکنند ولی نمیبینند و گوش میدهند ولی نمیشنوند و نمیفهمند. و در حق آنها نبوت اشعیا به عمل می آید که گفته است: با گوشهای خود خواهید شنید ولی نخواهید فهمید، با چشمهای خود نگاه خواهید کرد ولی نخواهید دید، زیرا که دل این مردم سنگین و گوشهاشان وزنین شده است و چشمان خود را بستند، مبادا با چشمان ببینند و با گوشها بشنوند و با دلها بفهمند و رجوع کنند و من آنها را شفا دهم. لیکن خوشا چشمان شما که میبینند و گوشهای شما که میشنوند، زیرا براستی به شما میگویم که بسی انبیا و عادلان میخواستند آنچه را که شما میبینید ببینند و ندیدند و آنچه را که شما میشنوید بشنوند و نشنیدند. پس شما معنای مثل کارنده را بشنوید. هر که کلام ملکوت را بشنود و نفهمد، ابلیس نزد وی آمده آنچه را که در دل وی کاشته شده است میرباید. این همان است که در کنار راه کاشته شده است. و کاشته شده در سنگلاخ آن کس است که کلام را میشنود و در حال با شادی قبول میکند، لیکن در خود ریشه ندارد و نااستوار است و چون از باعث کلام اذیت یا تعقیبات روی دهد، در حال به وسوسه میافتد. و کاشته شده در میان خارها آن کس است که کلام را میشنود، لیکن اندیشه های دنیایی و حرص ثروت کلام را پخش میکند و آن بی ثمر میگردد. و کاشته شده در خاک نغز آن کس است که کلام را میشنود و میفهمد و بار هم میآورد، بعضی 100 برابر، بعضی 60 و بعضی 30. و مثل دیگری برای آنها آورده گفت: ملکوت آسمان مانند کسی است که در کشتزار خود تخم نیکو کاشته است. لیکن وقتی که مردم در خواب بودند، دشمن وی آمده در میان گندم مستک پاشید و رفت. چون کشتزار سبزید و ثمرش به نظر نمایان شد، مستک هم پیدا شد. غلامان صاحب کشتزار آمده گفتند: ای آقا، آیا در کشتزار خود تخم نیکو نکاشته ای؟ پس مستک از کجا پیدا شد؟ وی به آنها گفت: این کار دشمن است. غلامان به وی گفتند: آیا میخواهی برویم و آن را چیده گیریم؟ وی گفت: نه، مبادا در وقت چیده گرفتن مستک گندم را هم از ریشه بکنید. بگذارید که تا وقت درو هر دو با هم نمو کنند. و در موسم درو به دروگران خواهم گفت: اول مستک را چیده گیرید و برای سوزاندن بند کنید، لیکن گندم را در انبار من ذخیره کنید. مثل دیگری برای آنها آورده
گفت: ملکوت آسمان مثل دانه خردل است که کسی آن را گرفته در کیشزار خود کاشته است و گرچنده که خردترین تخم هاست، چون نمو کند از همه نباتات بزرگتر می شود و درخت می گردد، به طوری که مرغان هوا آمده در شاخه هایش آشیانه می سازند. و مثلی دیگری به آنها گفت: ملکوت آسمان مانند خمیر تروش است که زن آن را گرفته به 3 چینک آرد انداخت تا که تمام خمیر رسید. همه اینها را عیسی به مردم با مثلها بیان می کرد و بی مثل با آنها سخن نمی گفت تا به عمل آید کلامی که با زبان نبی گفته شده است. دهان خود را با مثلها می کشایم، چیزهایی را که از آفرینش عالم پنهان مانده است بیان می نمایم. آنگاه عیسی مردم را جواب داده به خانه درآمد و شاگردانش نزد او آمده گفتند: مثل مستک کشتزار را به ما بفهمان. در جواب آنها گفت: کارنده تخم نیکو پسر آدم است. کشتزار این جهان است. تخم نیکو پسران ملکوت هستند و مستک ها پسران ابلیس می باشند و دشمنی که آنها را کاشت ابلیس است. موسم درو انجام عالم است و دروگرها فرشتگانند. پس چطوری که مستک ها را جمع کرده در آتش می سوزانند، انجام عالم نیز همان طور خواهد شد. پسر آدم فرشتگان خود را خواهد فرستاد و آنها از ملکوت او همه وسوسه‌کاران و بدکاران را جمع خواهند کرد و آنها را به کوره آتش خواهند انداخت. در آنجا گریه و خجراس دندان خواهد بود. آنگاه عادلان در ملکوت پدر خود چون آفتاب درخشان خواهند شد. هر که گوش شنوا دارد بشنود. باز ملکوت آسمان مانند گنج است که در کشتزار نهان باشد و آن را کسی یافته پنهان کرد و از شادی آن رفته هر چی داشت فروخت و آن کشتزار را خرید. باز ملکوت آسمان مانند تاجر است که مرواریدهای خوب می جوست و چون یک مروارید گرانبها یافت، رفته هر چی داشت فروخت و آن را خرید. باز ملکوت آسمان مانند تور است که به بحر انداخته شد و هر نوع ماهی به آن در آمد و چون پر شد آن را به ساحل کشیدند و نشسته خوبها را در ظرفها جمع کردند، لیکن بدها را دور انداختند. در انجام عالم همین طور خواهد شد. فرشتگان بیرون آمده بدکاران را از میان عادلان جدا می کنند و آنها را به کوره آتش می اندازند. در آنجا گریه و خجراس دندان خواهد بود. عیسی به آنها گفت: آیا همه این را فهمیدید؟ به او گفتند: آره خداوندا. به آنها گفت: بنابراین هر کتابدانی که در ملکوت آسمان تعلیم یافته است مانند صاحب خانه است که از گنجینه خود چیزهای نو و کهنه بیرون می آورد. وقتی که عیسی این مثلها را به آخر رساند، از آنجا روانه شد و به زادگاه خود آمده آنها را در کنیشتهاشان تعلیم داد، به طوری که آنها در حیرت مانده می گفتند: از کجاست در او چنین حکمت و معجزات؟ آیا او پسر نجار نیست؟ آیا نام مادرش مریم نیست و برادرانش یعقوب، یوسف، شمعون و یهودا و همه خواهرانش در بین ما نمی باشند؟ پس از کجاست در او همه این چیزها؟ و در حق او به وسوسه می افتادند. لیکن عیسی به آنها گفت: پیغمبر به قدر نباشد جز در زادگاه خود و در خانه خود. و در آنجا به سبب بی ایمانی آنها معجزه بسیار نشان نداد. متی باب 14. در آن هنگام آواز عیسی به گوش تترارخ هیرودوس رسید و به خدمتگزاران خود گفت: این یحیای تعمید دهنده است.
وی از مردگان احیا شده است و از این سبب این معجزات از وی به ظهور می آید. زیرا که هیرودوس یحیی را دستگیر کرده و بسته به زندان انداخته بود به خاطر هیرودیه زنی فیلیپوس برادرش. زیرا یحیی به وی گفته بود به تو روا نیست که وی را به زنی بگیری. و میخواست او را به قتل رساند، لیکن از مردم ترسید، چون که او را نبی میدانستند. اما وقتی که هیرودوس روز تولد خود را جشن میگرفت، دختری هیرودیه در پیش اهل بزم رقصید و این به هیرودوس بسیار پسند افتاد. از این رو به وی قسم یاد کرده وعده داد که هر آنچه خواهد به وی میدهد. پس وی با تلقین مادر خود گفت کله یحیی تعمید دهنده رو در همین جا در طبق به من هدیه بکن. پادشاه غمگین شد، لیکن برای پاسی سوگندش و به خاطر آنانی که همراهش نشسته بودند امر فرمود که داده شود و جلادی را فرستاد تا در زندان کله یحیی را از تنش جدا کند. و کله او را در طبقی آورده به دختر دادند و آن را وی به مادر خود برد. و شاگردانش آمده جسدی وی را برداشته بردند و گور کردند و رفته به عیسی خبر دادند. چون او این را شنید به قایق سوار شده از آنجا تنها به جای خلوتی رفت. و مردم چون شنیدند از عقیب او از شهرها پیاده روانه شدند. و عیسی بیرون آمده انبوه مردم را دید و به آنها رحمش آمد و بیماران آنها را شفا داد. در وقت عصر شاگردانش نزد او آمده گفتند اینجا جای خلوت است، وقت هم دیر شد. مردم را جواب ده تا که به دهات رفته برای خود خوراکی بخرند. به آنها گفت حاجت نیست که آنها بروند، شما به آنها خوراک دهید. به او گفتند ما در اینجا فقط 5 نان و 2 ماهی داریم. گفت آنها را اینجا نزد من بیارید. و مردم را فرمود که بر سبزه بنشینند و 5 نان و 2 ماهی را گرفته به آسمان نگریست و برکت داد و نان را پاره کرده به شاگردان داد و شاگردان به مردم دادند. همه خوردند و سیر شدند و از پاره های باقی مانده 12 سبد را پر کرده برداشتند. و خورندگان بغیر از زنان و بچگان تقریباً 5000 مرد بودند. در حال عیسی شاگردان خود را فرمود که به قایق سوار شده پیش از او به ساحل دیگر روانه شوند تا او مردم را جواب دهد. و چون مردم را جواب داد برای دعا گفتن تنها بر فراز کوه برآمد. بیگاه روزی نیز در آنجا تنها بود و قایق هنوز در میان بحر بود و از موجها لط می‌خورد، زیرا که باد مخالف می‌وزید. و در پاس 4 شب عیسی بر بحر قدم زده نزد آنها آمد و شاگردان چون او را دیدند که بر بحر قدم می‌زند در اضطراب افتاده گفتند این شبح است. و از ترس فریاد زدند. لیکن عیسی در حال به آنها خطاب کرده گفت آرام باشید، این منم، هراسان نشوید. پتروس در جواب او گفت خداوندا اگر این تویی به من امر ده تا که بر روی آب نزد تو بیایم. گفت بیا. و پتروس از قایق برآمده بر روی آب روانه شد تا که نزد عیسی بیاید. لیکن چون باد شدید را دید هراسان شد و در حالتی که غرق می شد فریاد کشید خداوندا مرا خلاص کن. عیسی فوراً دستش را دراز کرده وی را نگاه داشت و گفت ای سست ایمان، چرا شبهه کردی؟
وقتی که به قایق در آمدند باد ساکت شد. آنهایی که در قایق بودند نزد او آمده سجده کردند و گفتند حقیقتا تو پسر خدا هستی. و از بحر گذشته به سرزمین جنیسار آمدند و ساکنان آن موضع او را شناختند و به تمام مضافات کسانی را فرستاده همه بیماران را نزد او آوردند و از او التماس می نمودند که فقط دامن جامه او را لمس کنند و هر کی لمس کرد شفا یافت. متی باب 15. آنگاه کتابدانان و فریسیان که از یروشلیم بودند نزد عیسی آمده گفتند چرا شاگردان تو روایت‌های مرشدان را ویران می‌کنند؟ زیرا که پیش از خوردن نان دستهای خود را نمی‌شویند. او به آنها جواب داده گفت چرا شما هم به خاطر روایت‌های خود حکم خدا را ویران می‌کنید؟ زیرا که خدا حکم کرده است پدر و مادر خود را عزت نما و هر کی پدر یا مادر خود را دشنام دهد البته هلاک گردد. لیکن شما میگویید هرگاه کسی به پدر یا مادر خود گوید آنچه از من نفع یابی هدیه برای خداست، بعد از آن وی نباید پدر یا مادر خود را حرمت کند. به همین طریق شما حکم خدا را با روایت خود برطرف نموده اید. ای ریاکاران، اشعیا درباره شما نیکو پیغام داده گفته است این مردم با زبان خود به من نزدیک می شوند و با لبان خود مرا پرستش می کنند، لیکن دلشان از من دور است. پس مرا بر عبث پرستش می کنند، زیرا که تعلیمات و احکام انسانی را تعلیم می دهند. و مردم را دعوت نموده گفت گوش دهید و بفهمید. نه آنچه به دهان می دراید آدم را پلید می کند، بلکه آنچه از دهان می براید آدم را پلید می کند. آنگاه شاگردانش نزد او آمده گفتند آیا می دانی که فریسیان این سخن را شنیده به وسوسه افتادند؟ در جواب گفت هر نهالی که پدر من که در آسمان است نشینانده باشد ریشه‌کن خواهد شد. آنها را به حال خودشان بگذارید. آنها کورانی هستند که به کوران راهنمایی می کنند و هرگاه کوری به کوری دیگر راهنمایی کند هر دو در چاه خواهند افتاد. پتروس در جواب او گفت این مثل را به ما فهمانده ده. عیسی گفت آیا شما نیز تا هنوز بیفهم هستید؟ آیا هنوز درک نکردید که هر آنچه به دهان می دراید به شکم می رود و از آن خارج می شود؟ لیکن هر آنچه از دهان می براید از دل پیدا می شود و این چیزها آدم را پلید می کند. زیرا که از دل خیالات بد، قتل، زنا، فسق، دزدی، شهادت بر دروغ و کفر پیدا می شود. این چیزها آدم را پلید می کند. لیکن با دست ناشسته خوراک خوردن آدم را پلید نمی کند. و عیسی از آنجا بیرون شده به حدود سور و سیدون رفت. و اینک یک زنی کنعانی در آن حدود پیش آمده فریاد کنان به او گفت خداوندا، پسر داوود، به من مرحمت کن، زیرا که دخترم سخت در چنگ دیو است. لیکن او به وی هیچ جواب نداد و شاگردانش نزد او آمده التماس کردند وی را جواب ده، زیرا از عقب ما فریاد میزند. در جواب گفت من فقط برای گوسفندان گم شده خاندان اسرائیل فرستاده شدم. لیکن زن آمده به او سجده کرد و گفت خداوندا، به من مدد کن. در جواب گفت نان بچگان را گرفته پیش سگان پرتافتن خوب نیست. زن گفت آره خداوندا، لیکن سگان نیز نان ریزه های را که از سفره آقایانشان می افتد می خورند. عیسی در جواب وی گفت ای زن، ایمان تو بزرگ است، پس آنچه خواستی برای تو بشود.
و دختری وی همان ساعت شفا یافت. عیسی از آنجا حرکت کرده نزد بحر جلیل آمد و بر فراز کوه برآمده در آنجا نشست و مردم بسیار نزد او با لنگان، کوران، گونگان، معیوبان و خیلی بیماران دیگر آمده آنها را پیش پایهای عیسی گذاشتند و او آنها را شفا داد. به طوری که مردم گونگان را گویا، معیوبان را سالم، لنگان را روان و کوران را بینا دیده در حیرت ماندند و خدای اسرائیل را حمد و ثنا خواندند. و عیسی شاگردان خود را پیش خوانده گفت: با این مردم دلم می سوزد، زیرا که 3 روز باز نزد من می باشند و برای خوردن چیزی ندارند. نمی خواهم آنها را گرسنه جواب دهم که مبادا در راه بیمدار شوند. شاگردانش در جواب او گفتند: از کجا در بیابان آنقدر نان یابیم که چنین انبوه را سیر کنیم؟ عیسی به آنها گفت: چند تا نان دارید؟ گفتند: 7 تا و اندک ماهی میده. پس جماعت را فرمود که بر زمین بنشینند و 7 نان و ماهیان را گرفته با اظهار شکرگزاری پاره کرد و به شاگردانش داد و شاگردان به مردم دادند و همه خورده سیر شدند و از پاره های باقی مانده 7 سبد را پر کرده برداشتند. خورندگان غیر از زنان و کودکان 4000 مرد بودند. پس او مردم را جواب داده به قایق سوار شد و به حدود مجدل آمد. متی باب 16. فریسیان و صدوقیان آمدند و او را آزموده خواهش کردند که علامتی آسمانی به آنها نشان دهد. در جواب آنها گفت: شامگاهان شما می گوید هوا خوب خواهد شد چون که آسمان سرخ است. بامدادان می گوید امروز هوا بد خواهد شد چون که آسمان ارغوانی و گرفته می باشد. ای ریاکاران، قیافه آسمان را فرق کرده می توانید و علامات زمانها را نمی توانید؟ نسل شریر و زناکار علامتی می طلبد و به وی جز علامت یونس نبی داده نخواهد شد. و آنها را ترک کرده روانه شد. و چون شاگردان به ساحل دیگر عبور کردند، نان گرفتن را فراموش کرده بودند. عیسی به آنها گفت: با خبر باشید، از خمیر تروش فریسیان و صدوقیان حذر کنید. آنها در دل خود اندیشیده می گفتند: این از آن سبب است که نان نگرفته ایم. عیسی این را دریافته به آنها گفت: ای سستمان ها، چرا در دل خود اندیشه می کنید که نان نگرفته اید؟ آیا هنوز نمی فهمید و در خاطر ندارید آن 5 نان و 5000 نفر و چند سبد را که پر کرده برداشتید و آن 7 نان و 4000 نفر و چند سبد را که پر کرده برداشتید؟ چرا نمی فهمید که نه در باره نان به شما گفتم که از خمیر تروش فریسیان و صدوقیان حذر کنید؟ آنگاه فهمیدند که او به آنها امر فرموده است نه از خمیر تروش نان بلکه از تعلیم فریسیان و صدوقیان حذر کنند. وقتی که عیسی به مضافات قیصریه فیلیپوس آمد، از شاگردان خود پرسید: مردم مرا که پسر آدم هستم کی میگویند؟ گفتند: بعضی میگویند که یحیای تعمید دهنده ای، بعضی میگویند که الیاسی و بعضی میگویند که ارمیایی یا یکی از پیغمبرانی. او به آنها گفت: شما مرا کی میگویید؟ شمعون پیتروس جواب داده گفت: تو مسیح پسر خدای حی هستی. و عیسی در جواب وی گفت: خوشا تو ای شمعون پسر یونس، چون که بشر این را به تو ظاهر نکرده است بلکه پدر من که در آسمان است. و من به تو میگویم
تو پتروس هستی و بر این صخره من کلیسای خود را بنا می کنم و دروازه های دوزخ بر آن غالب نخواهد شد و کلیدهای ملکوت آسمان را به تو می سپارم و آنچه تو بر زمین ببندی در آسمان بسته خواهد شد و آنچه بر زمین کشایی در آسمان کشاده خواهد شد. آنگاه به شاگردان خود تعیین کرد که به هیچ کس نگویند که او عیسی مسیح است. از همان وقت عیسی به فهماندن به شاگردان خود آغاز نمود که او باید به یروشلیم رود و از دست پیران و سرکاهنان و کتابدانان بسیار عذاب کشد و کشته شود و پس از 3 روز احیا شود. و پتروس او را به یک سو برده به اعتراض کردن شروع نمود. هاشا تو را ای خداوند، این به تو هرگز روی نخواهد داد. اما او برگشته به پتروس گفت: ای شیطان از من دور شو، تو وسوسه کار برای من هستی، زیرا تو نه درباره امر و نهی خدا بلکه از چیزهای انسانی اندیشه میکنی. آنگاه عیسی به شاگردان خود گفت: اگر کسی خواهد از عقیب من بیاید، باید خویشتن را انکار کرده و صلیب خود را برداشته مرا پیروی نماید. زیرا هر که جان خود را رهانیدن خواهد آن را برباد می دهد و هر که جان خود را در راه من برباد دهد آن را پیدا می کند. با آدم چی فایده دارد که اگر وی تمام دنیا را به دست آورد و به جان خود زیان رساند؟ یا که آدمی زاد به عوض جان خود چی فدیه می دهد؟ زیرا که پسر آدم در جلال پدر خود با فرشتگان خود خواهد آمد و آن وقت به هر کس موافق اعمالش پاداش خواهد داد. و راستی به شما می گویم از ایستادگان در اینجا بعضی هستند که تا پسر آدم را که در ملکوت خود می آید نبینند مزه مرگ را نخواهند چشید. متی باب 17. بعد از 6 روز عیسی پتروس، یعقوب و برادری و یوحنا را همراه خود برد و آنها را تنها به کوه بلند برآورد و در پیش نظر آنها دیگرگون شد. چهرهش چون آفتاب درخشید و لباسش چون نور سفید گردید. و اینک موسی و الیاس به آنها نمایان شدند که با او گفتگو می کردند. آنگاه پتروس به عیسی گفت: خداوندا، در اینجا بودن ما نیکوست. اگر خواهی در اینجا 3 چادر می سازیم، یکی برای تو، یکی برای موسی و یکی برای الیاس. هنوز وی سخن می گفت و اینک ابری درخشنده بر آنها سایه انداخت و آوازی از درون ابر برآمد که می گفت: این است پسر محبوب من که حسن توجه من بر اوست، او را بشنوید. چون شاگردان این را شنیدند روی به زمین افتادند و بسیار ترسیدند. لیکن عیسی نزدیک آمده به آنها دست رساند و گفت: برخیزید و هراسان نشوید. و آنها چشمان خود را گشاده جز عیسی کسی را ندیدند. چون از کوه می فرآمدند عیسی تأکید نموده گفت: تا پسر آدم از مردگان احیا نشود این رویا را به کسی نگویید. و شاگردانش از او پرسیدند: چرا کتابدانان میگویند که الیاس باید اول بیاید؟ عیسی در جواب آنها گفت: درست است که الیاس باید اول بیاید و همه چیز را ساز کند. لیکن به شما میگویم که الیاس الکی آمد و آنها وی را نشناختند و با وی آنچه خواستند کردند. پسر آدم نیز از دست آنها عقوبت خواهد کشید. آنگاه شاگردان فهمیدند که او درباره یحیای تعمید دهنده به آنها سخن می گفت. چون آنها نزد مردم آمدند، مردی پیش آمده نزد او زانو زد و گفت: خداوندا، به پسری من مرحمت کن. وی مسروع است و سخت اذیت می کشد
زیرا که خود را دم به دم در آتش می اندازد و دم به دم در آب. وی را به شاگردان تو آوردم، آنها شفا داده نتوانستند. عیسی در جواب گفت: ای نسل بی ایمان و کج رفتار، تا کی با شما باشم؟ تا به کی شما را طاقت کنم؟ وی را اینجا نزد من بیارید. و عیسی به وی امر فرمود و دیو از وی بیرون رفت و آن پسر در حال شفا یافت. شاگردانش نزد عیسی آمده به تنهایی از او پرسیدند: چرا ما آن را بیرون کرده نتوانستیم؟ عیسی به آنها گفت: به سبب بی‌ایمانی شما. زیرا به راستی به شما میگویم اگر به اندازه دانه خردل ایمان داشته باشید و به این کوه بگویید از اینجا به آنجا کوچ کن، آن کوچ خواهد کرد و هیچ چیز برای شما غیر امکان نخواهد بود. لیکن این جنس فقط به واسطه دعا و روزه بیرون می رود. وقتی که آنها در جلیل می گشتند، عیسی به آنها گفت: پسر آدم به دست آدمان تسلیم کرده خواهد شد و او را خواهند کشت و در روز سیوم احیا خواهد شد. و آنها بسیار غمگین شدند. چون آنها به کفرنحوم رسیدند، جمع کنندگان 2 درهم نزد پتروس آمده گفتند: آیا استاد شما 2 درهم را نمی دهد؟ گفت: آره. و چون به خانه در آمد، پیش از آن که چیزی بگوید، عیسی به وی گفت: ای شیمعون، فکر تو چیست؟ پادشاهان جهان باج و خراج را از کیها می گیرند؟ از فرزندان خود یا از بیگانگان؟ پتروس به او گفت: از بیگانگان. عیسی به وی گفت: پس فرزندان آزادند. لیکن برای آن که آنها را به وسوسه ناندازیم، به ساحل بحر رفته شست بینداز و اولین ماهی را که بند شد بگیر و دهانش را گشاده استطیر خواهی یافت. آن را گرفته برای من و برای خودت به آنها بده. متی باب 18. در آن ساعت شاگردان نزد عیسی آمده گفتند: در ملکوت آسمان کیست بزرگتر؟ عیسی کودکی را جیغ زده در میان آنها به پا گذاشت و گفت: به راستی به شما میگویم اگر رجوع نکنید و مانند کودکان نشوید، به ملکوت آسمان نخواهید درآمد. پس هر که خود را مثل این کودک فروتن سازد، در ملکوت آسمان وی بزرگتر است. و هر که یکی از این گونه کودکان را به اسم من قبول کند، وی مرا قبول می کند. و هر که یکی از این طفلان را که به من ایمان می آورند به وسوسه اندازد، برای و بهتر است که سنگ آسیای برگردنش آویخته وی را در قعر بحر غرق کنند. وای بر حال جهان به سبب وسوسه ها، زیرا که وقوع وسوسه ها ناگزیر است. لیکن وای بر حال کسی که سبب وسوسه ها گردد. پس اگر دستت یا پایت تو را به وسوسه اندازد، آن را بریده از خود دور انداز. برای تو بهتر است که لنگ و یا شل شده به حیات درآیی، از این که با 2 دست و یا با 2 پا در آتش جاودانی انداخته شوی. و اگر چشمت تو را به وسوسه اندازد، آن را کنده از خود دور انداز. برای تو بهتر است که 1 چشمه شده به حیات درآیی، از این که با 2 چشم در آتش دوزخ انداخته شوی. زنهار هیچ یکی از این طفلان را خوار نشمارید، زیرا به شما میگویم که فرشته های آنها در آسمان همیشه روی پدر مرا که در آسمان است میبینند. زیرا که پسر آدم آمده است تا که گم شده را نجات دهد. فکر شما چیست؟ اگر کسی 100 گوسفند داشته باشد و یکی از آنها گم شود، آیا وی 99 را در کوهسار گذاشته و جستجوی آن یک گم شده نمی رود؟ و اگر اتفاقا آن را یابد، به راستی به شما میگویم برای آن بیشتر شادی میکند از آن 99 که گم نشدند. به همین طریق اراده پدر شما که در آسمان است این نیست که یکی از این طفلان نابود شود. اگر برادرت به تو گناه کند، رفته بین خودت و او به تنهایی گناهش را فهمان. اگر به سخن تو گوش دهد،
برادر خود را دریافتی. و اگر گوش ندهد یک یا دو کسی دیگر را همراه خود بگیر تا که از زبان 2 یا 3 شاهد هر سخن تصدیق شود. و اگر به آنها گوش ندهد به کلیسا بگو. و اگر به کلیسا نیز گوش ندهد بگذار او برای تو چون خلقها و یا چون باجگیر باشد. و راستی به شما میگویم آنچه شما بر زمین بندید در آسمان بسته خواهد شد و آنچه بر زمین کشاید در آسمان کشاده خواهد شد. همچنین به راستی به شما میگویم که اگر 2 نفر از شما بر زمین درباره طلبیدن هر چیز متفق شوند از طرف پدر من که در آسمان است با آنها بخشیده خواهد شد. زیرا در جایی که 2 یا 3 کس به اسم من جمع شوند من در میان آنها هستم. آنگاه پیتروس نزد او آمده گفت خداوندا چند بار به برادر خود که نسبت به من گناه کرده باشد عفو نمایم؟ آیا تا 7 بار؟ عیسی به وی گفت به تو نمیگویم تا 7 بار بلکه تا 70 کرات 7 بار. از این رو ملکوت آسمان مانند پادشاهی است که میخواست با غلامان خود حسابی کند. وقتی که به حسابی کردن شروع نمود یکی را نزد وی آوردند که 10,000 تلنت از وی قرض داشت. چون چیزی برای ادای قرض نداشت آقایش امر فرمود که خودش، زنش، فرزندانش و همه داراییش را فروخته قرضش را ادا کنند. غلام روی به زمین نهاده به وی سجده برد و گفت ای آقا و من مهلت ده و من همه‌اش را به تو ادا خواهم کرد. و آقای آن غلام رحمش آمده وی را جواب داد و قرضش را به وی بخشید. لیکن چون غلام بیرون رفت یکی از رفیقان خود را یافت که از او 100 دینار قرضدار بود. وی را سخت داشته و گلویش را فشرده گفت آن قرضت را به من ادا کن. آن رفیقش به پایهای او افتاده و التماس نموده گفت به من مهلت ده و من همه‌اش را به تو ادا خواهم کرد. اما او راضی نشد بلکه رفته وی را در زندان انداخت تا که قرضش را ادا کند. چون رفیقانش این واقعه را دیدند بسیار غمگین شدند و نزد آقای خود آمده هر آنچه روی داده بود به وی نقل کردند. آنگاه آقایش او را نزد خود دعوت نموده گفت ای غلام شریر تمام قرضت را من به تو بخشیدم زیرا که تو از من التماس کردی. آیا تو را نیز لازم نبود که به رفیق خود رحم کنی چنان که من به تو رحم کردم؟ و آقایش به خشم آمده او را به شکنجه کنندگان سپرد تا تمام قرضش را ادا کند. همینطور پدر من که در آسمان است با شما نیز عمل خواهد کرد اگر هر یکی از شما گناههای برادر خود را از صمیم قلب عفو نکند. متی باب 19. وقتی که عیسی این سخنان را به انجام رساند از جلیل برآمده به آن سوی اردن به حدود یهودا آمد. مردم بسیاری از عقیب او آمدند و او آنها را شفا داد. و فریسیان نزدیک آمده و او را آزمودنی شده گفتند آیا جایز است که مرد زن خود را با هر سبب طلاق دهد؟ در جواب آنها گفت آیا نخوانده اید که آفریدگار در ابتدا آنها را مرد و زن آفرید و گفت از این سبب مرد پدر و مادر خود را ترک کرده با زن خود می پیوندد و هر دو یک تن می شوند. به طوری که آنها اکنون 2 تن نه بلکه 1 تن می باشند. پس آنچه را که خدا به هم پیوسته است آدم نباید جدا کند. با او گفتند پس چرا موسی امر فرموده است که مرد طلاقنامه داده از زن جدا شود؟ با آنها گفت به سبب دلسختی شما موسی به شما اجازت داده است که زنان خود را طلاق دهید. لیکن در ابتدا چنین نبود. اما من به شما میگویم هر کی زن خود را بجز سبب زنا طلاق دهد و دیگری را نکاح کند زنا کرده باشد و هر کی زن طلاق شده را گیرد زنا کرده باشد. شاگردانش به او گفتند اگر احوال مرد با زنش چنین باشد زن نگرفتن بهتر است. با آنها گفت نه همه می توانند این کلام را قبول کنند
بلکه تنها کسانی که به آنها عطا شده است. زیرا اخته‌هایی هستند که از شکم مادر چنین تولد شدند و اخته‌هایی هستند که از دست آدمان اخته شدند و اخته‌هایی هستند که به خاطر ملکوت آسمان خود را اخته کردند. هر که قبول کرده می تواند قبول کند. در این وقت کودکان را نزد او آوردند تا که دستهای خود را بر آنها نهاده دعا کند. لیکن شاگردان به آنها مانع شدند. عیسی گفت: کودکان را بگذارید که نزد من آیند و به آنها مانع نشوید، زیرا ملکوت آسمان به چنین کسان تعلق دارد. و دستهای خود را بر آنها نهاده از آنجا روانه شد. و اینک یکی نزد او آمده گفت: ای استاد نیکو، چی کاری نیکنم تا که حیات جاویدانی یابم؟ با وی گفت: چرا مرا نیکو میگویی؟ هیچ کس نیکو نیست جز خدای یگانه. لیکن اگر میخواهی داخل حیات شوی، احکام را نگاه دار. با او گفت: کدام احکام را؟ عیسی گفت: قتل نکن، زنا نکن، دزدی نکن، شهادت بر دروغ نده، پدر و مادرت را عزت نما و یار خود را مثل خود دوست بدار. جوان با او گفت: همه این را من از کودکی نگاه داشتم، دیگر چی کم بودی دارم؟ عیسی با وی گفت: اگر خواهی کامل شوی، رفته هر آنچه داری بفروش و به مسکینان بده و در آسمان گنج خواهی یافت و آمده مرا پیروی کن. چون جوان این سخن را شنید، غمگین شده رفت، چون که مال و ملک بسیار داشت. و عیسی به شاگردان خود گفت: به راستی به شما میگویم که به ملکوت آسمان در آمدن ثروتدار دشوار است. و باز به شما میگویم از سوراخ سوزن گذشتن شتر آسانتر است از آن که ثروتدار به ملکوت خدا داخل شود. چون شاگردان این را شنیدند، به غایت در حیرت شده گفتند: پس کی میتواند نجات یابد؟ عیسی به آنها نگاه کرده گفت: با آدمیزاد این غیر امکان است، لیکن به خدا همه چیز امکان پذیر است. آنگاه پتروس در جواب او گفت: اینک ما همه چیز را ترک کرده تو را پیروی نموده ایم. پاداش ما چی خواهد بود؟ عیسی به آنها گفت: به راستی به شما میگویم شما که مرا پیروی نموده اید، در عمر دوباره وقتی که پسر آدم بر تخت جلال خود بنشیند، شما نیز بر 12 تخت نشسته بر 12 سبط اسرائیل داوری خواهید کرد. و هر که از بهر اسم من خانه ها یا برادران یا خواهران یا پدر یا مادر یا زن یا فرزندان یا املاک را ترک کند، 100 چندان خواهد یافت و وارثی حیات جاودانی خواهد شد. لیکن بسا اولین که آخرین خواهند شد و آخرین اولین. متی باب 20. زیرا ملکوت آسمان مانند صاحب خانه است که بامدادان بیرون رفت تا که برای تاکزار خود کارگران را کرا کند و با کارگران روز 1 دیناری پیمان کرده آنها را به تاکزار خود فرستاد. و قریب ساعت 3 بیرون رفته دیگران را دید که در بازار بیکار ایستادند و با آنها گفت: شما نیز به تاکزار من روید و آنچه حق شما باشد به شما خواهم داد. و آنها رفتند. باز قریبی ساعتهای 6 و 9 بیرون رفته همچنین کرد. و قریب ساعت 11 بیرون رفته دیگران را دید که بیکار ایستادند و با آنها گفت: برای چی شما تمام روز در اینجا بیکار ایستاده اید؟ با وی گفتند: کسی ما را کرا نکرد. با آنها گفت: شما نیز به تاکزار من روید و آنچه حق شما باشد به شما خواهم داد. چون شام رسید، صاحب تاکزار به عملدار خود گفت: کارگران را جیغ زده مزدشان را از آخرین تا اولین بده. آنهایی که قریب ساعت 11 آمده بودند هر یک دینار گرفتند.
آنهایی که اولین شده آمده بودند خیال کردند که بیشتر خواهند گرفت، لیکن آنها نیز هر یک دینار گرفتند. و چون گرفتند از صاحب خانه شکایت کرده گفتند این آخر آمدگان 1 ساعت کار کردند و تو آنها را با ما که سختی و گرمی روز را از سر گذرانیدیم برابر دانستی. لیکن وی در جواب یکی از آنها گفت ای رفیق، تو را آزار ندادم. آیا تو به 1 دینار با من پیمان نکردی؟ مزد خود را گرفته رو؟ میخواهم به این آخرین مثل تو دهم. آیا حق ندارم که با چیز خود آنچه خواهم بکنم؟ آیا از آن که من نیکدل هستم تو حسد میبری؟ به این طریقه آخرین ها اولین خواهند شد و اولین ها آخرین، زیرا که دعوت شدگان بسیارند اما برگزیدگان کم. و هنگامی که به یروشلیم می رفتند، عیسی در اثنای راه 12 شاگردش را تنها نزد خود خوانده به آنها گفت اینک ما سوی یروشلیم می رویم و پسر آدم به دست سرکاهنان و کتابدانان تسلیم کرده خواهد شد و او را به مرگ محکوم خواهند کرد و او را به دست غیر یهودیان تسلیم خواهند کرد تا که تمسخر نمایند، تازیانه زنند و مصلوب کنند و در روز سیوم احیا خواهد شد. آنگاه مادر پسران زبدای با پسران خود نزد او آمده و سجده برده از او چیزی التماس کرد. عیسی به وی گفت چی خواهش داری؟ گفت بفرما که 2 پسر من در ملکوت تو یکی در طرف راستت و دیگری در طرف چپت بنشینند. عیسی در جواب گفت شما نمیفهمید که چی میخواهید؟ آیا میتوانید آن کاسه را که من مینوشم بنوشید و تعمیدی را که من مییابم بیابید؟ با او گفتند میتوانیم. با آنها گفت کاسه مرا خواهید نوشید و تعمیدی را که من مییابم خواهید یافت، لیکن امکانیتی در طرف راست و چپ من نشستنتان در دست من نیست که بدهم، جز آنهایی که برایشان از جانب پدر من مهیا شده باشد. و آن 10 نفر چون این را شنیدند از آن 2 برادر ناراضی شدند. اما عیسی آنها را نزد خود خوانده گفت شما میدانید که میران خلقها بر آنها حکمرانی میکنند و اکابرشان بر آنها فرمان روا میشوند، لیکن در میان شما نباید این طور شود، بلکه هر که در بین شما خواهد بزرگ باشد خدمتگار شما شود و هر که خواهد در بین شما نخستین باشد غلام شما شود. چون که پسر آدم نه برای آن آمد که به او خدمت کنند، بلکه برای آن که خدمت کند و جان خود را برای فدیه بسیار کسان بدهد. و هنگامی که آنها از یریحو می برآمدند، مردم بسیاری از عقیب او می رفتند و اینک 2 کور که در کنار راه نشسته بودند گذشتن عیسی را شنیده فریاد کنان گفتند ای خداوند، پسر داوود، به ما مرحمت کن. مردم آنها را به خاموش شدن وادار می کردند، لیکن آنها باز هم بیشتر فریاد می زدند ای خداوند، پسر داوود، به ما مرحمت کن. عیسی ایستاده آنها را نزد خود خواند و گفت چی میخواهید که برای شما بکنم؟ با او گفتند خداوندا، میخواهیم چشمان ما گشاده شود. پس عیسی به آنها رحم کرده چشمهاشان را لمس نمود و در حال بینا گشته از عقیب او روانه شدند. متی باب 21. چون به یروشلیم نزدیک شده به بیت فاجی نزدیک کوه زیتون رسیدند، عیسی 2 شاگرد خود را فرستاده به آنها گفت به این دهه که روبروی شماست بروید و در حال مادخره را بسته خواهید یافت که کره‌اش نزد وی است. آنها را واز کرده نزد من بیارید و اگر کسی به شما حرفی زند بگویید که خداوند به اینها احتیاج دارد و در حال آنها را خواهد فرستاد.
این همه روی داد تا به عمل آید کلامی که با زبان نبی گفته شده است. به دختر سیان بگوید اینک پادشاهی تو برخره، بر کوره بچه مادخر سوار شده با فروتنی نزد تو می آید. شاگردان رفتند و آنچه عیسی فرموده بود به جا آوردند. مادخر و کوره را آورده جامه های خود را بر آنها افکندند و او بر آنها سوار شد. مردم بسیار جامه های خود را بر راه گستردند و دیگران شاخه های درختان را بریده بر راه گستردند. و مردمی که از پیش و از پس روانه بودند خطاب می کردند: هوشعنا به پسر داوود، مبارک است آنکه به اسم خداوند می آید. هوشعنا در عرش اعلا. و هنگامی که او به یروشلیم وارد شد، تمام اهل شهر به آشوب آمده می گفتند: این کیست؟ مردم می گفتند: این است عیسی پیغمبر از ناصره جلیل. و عیسی به معبد خدا در آمده همه آنهایی را که در معبد خرید و فروش می کردند پیش کرد. میزهای صرافان و کرسی های کفتر فروشان را چپه کرد و به آنها گفت: نوشته شده است که خانه من خانه عبادت نامیده خواهد شد، اما شما آن را به دوستخانه مبدل کرده اید. در معبد نزد او کوران و لنگان آمدند و او آنها را شفا داد. چون سرکاهنان و کتابدانان دیدند که او معجزه ها را به عمل آورد و کودکان در معبد هوشعنا به پسر داوود گویان خطاب می کردند، خشمگین شدند و به او گفتند: آیا تو میشنوی که آنها چی میگویند؟ عیسی به آنها گفت: آره، مگر نخوانده اید از دهان کودکان و شیرمکان حمد را به وجود آورده اید؟ و آنها را ترک کرده از شهر سوی بیتهینی رفت و شب را در آنجا گذراند. بامدادان وقتی که به شهر برمیگشت گرسنه ماند. در سری را درختی انجیر دیده نزد آن رفت و جز برگ ها چیزی بر آن نیافته به آن گفت: پس از این تا ابد میوه از تو نروید. و همان دم درخت انجیر خشک شد. شاگردان این را دیده در تعجب ماندند و گفتند: چگونه این درخت انجیر در رو خشک شد؟ عیسی در جواب آنها گفت: به راستی به شما میگویم، اگر ایمان داشته باشید و شبهه نکنید، نه تنها آن را که به درخت انجیر روی داد به عمل خواهید آورد، بلکه اگر به این کوه گویید که برخاست خود را در بحر افکن، چنین خواهد شد. و هر آنچه در دعا با ایمان طلب کنید خواهید یافت. و هنگامی که به معبد آمده تعلیم میداد، سرکاهنان و پیران قوم نزد او آمده گفتند: با کدام قدرت این کارها را میکنی و کیست که این قدرت را به تو داده است؟ عیسی در جواب آنها گفت: من هم از شما چیزی میپرسم. اگر شما آن را به من گویید، من هم به شما خواهم گفت که با کدام قدرت این کارها را میکنم. تعمید یحیی از کجا بود؟ از آسمان یا از انسان؟ اما آنها در دل خود اندیشه می کردند. اگر گوییم که از آسمان بود، او بگوید: پس چرا به وی ایمان نآوردید؟ و اگر گوییم که از انسان بود، از مردم می ترسیم، زیرا که همه یحیی را نبی می دانند. و در جواب عیسی گفتند: نمیدانیم. او نیز با آنها گفت: من هم به شما نمیگویم که با کدام قدرت این کارها را میکنم. لیکن فکر شما چیست؟ مرد 2 پسر داشت و نزد نخستین آمده گفت: پسرم، امروز به تاگزار من رفته کار کن. در جواب گفت: نمیخواهم. اما بعد پشیمان شد و رفت. نزد دیگری آمده همان گپ را گفت. و در جواب گفت: میروم آقا، و نرفت. کدام یک از این 2 نفر خواهش پدر را بجا آورد؟ به او گفتند: نخستین. عیسی با آنها گفت:
به راستی به شما میگویم که باجگیران و فاحشگان پیش از شما به ملکوت خدا داخل خواهند شد. زیرا که یحیی نزد شما با راه عدالت آمد و شما به او ایمان نآوردید، لیکن باجگیران و فاحشگان به او ایمان آوردند و شما این را دیده بعد از آن هم توبه نکردید تا که به او ایمان آورید. مثل دیگری بشنوید. صاحب خانه بود که تاق شناخت، دیوار گردش کشید، چرخوشت در آن ساخت، برج برپا کرد و آن را به تاقداران سپرد و به سفر رفت. چون موسم میوه رسید، خدمتگاران خود را نزد تاقداران فرستاد تا که میوه خود را بگیرد. لیکن تاقداران خدمتگاران او را گرفته بعضی را زدند، بعضی را کشتند و بعضی را سنگباران کردند. باز او خدمتگاران دیگر را فرستاد که از پیشتر زیادتر بودند، با آنها نیز همان طور عمل کردند. در آخر پسر خود را نزد آنها فرستاده گفت: از پسرم شرم خواهند داشت. لیکن تاقداران چون پسر را دیدند به یکدیگر گفتند: این وارث است، بیاید وی را بکشیم و صاحب میراث شویم. و او را گرفته از تاگزار بیرون برآوردند و کشتند. پس چون صاحب تاگزار آید با آن تاقداران چی خواهد کرد؟ با او گفتند: آن بدکاران را به مرگ شدید محکوم کرده تاگزار را به تاقداران دیگر خواهد سپرد که میوه را در موسمش به او دهند. عیسی به آنها گفت: مگر این نوشته را هرگز نخوانده اید؟ سنگی که معماران رد کردند، سنگ سر گوشه بنا گردید. این از جانب خداوند شد و در نظر ما حیرت انگیز است. بنابراین به شما میگویم که ملکوت خدا از شما گرفته به خلق داده خواهد شد که میوه آن را بیارد. و هر که بر این سنگ افتد پاره پاره شود، و اگر آن بر کسی افتد وی را مجخ کند. سرکاهنان و فریسیان مثلهای او را شنیده دانستند که او درباره آنها سخن میراند و خواستند او را دستگیر کنند، لیکن از مردم ترسیدند، چون که او را پیغمبر می دانستند. متی باب 22. و عیسی سخنش را با مثلها دوام داده با آنها گفت: ملکوت آسمان مانند پادشاهی است که برای پسر خود توی عروسی برپا کرد و غلامان خود را فرستاد تا که دعوت شدگان را به توی عروسی بخوانند، لیکن آنها نخواستند بیایند. باز غلامان دیگر را فرستاد و گفت: به دعوت شدگان بگوید که اینک دسترخوان خود را آراستم، گاوها و برداقی های من سربریده شدند و همه چیز تیار است، به توی عروسی بیایید. لیکن آنها به اعتنایی کرده، یکی به کشتزار خود و دیگری به تجارت خانه خود رفتند. و بعضی دیگران غلامان او را گرفته حقارت دادند و کشتند. پادشاه چون شنید خشمگین شد و اسکران خود را فرستاده آن قاتلان را محو نمود و شهرشان را آتش داده سوزاند. آنگاه به غلامان خود گفت: توی تیار است، لیکن دعوت شدگان سزاوار آن نبودند. پس به سر گذر برآیید و هر کی را بیابید به توی عروسی دعوت کنید. و غلامان به سر راه برآمده هر کی را یافتند، خواه نیک بود خواه بد، جمع کردند و توی خانه از مهمانان پر شد. پادشاه برای دیدن اهل مجلس در آمده شخصی را دید که جامه تویانه در بر ندارد و به وی گفت: ای رفیق، چطور به اینجا در آمدی در حالتی که جامه تویانه در بر نداری؟ لیکن وی خاموش ماند. پادشاه به خادمان خود گفت: دست و پای وی را بسته به ظلمات بیرون برآورده پرتایید، در آنجا گریه و غژیراس دندان خواهد بود، زیرا که دعوت شدگان بسیارند اما برگزیدگان کم. آن وقت فریسیان رفته مشورت کردند که چطور او را از سخنش افزایند و شاگردان خود را با هیرودیان نزد او فرستاده گفتند: ای استاد، میدانیم که تو حقگوی هستی و راه خدا را به راستی تعلیم میدهی و از کسی پروای نداری، زیرا هیچ روبینی نمیکنی. پس به ما بگو که فکر تو چیست؟ آیا به قیصر جزیه دادن جایز است یا نه؟
اما عیسی مکری آنها را دریافته گفت: ای ریاکاران، چرا مرا می آزمایید؟ سکه جزیه را به من نشان دهید. آنها به او دیناری آوردند. به آنها گفت: این صورت و رقم از آن کیست؟ به او گفتند: از آن قیصر. به آنها گفت: پس آنچه از آن قیصر است به قیصر دهید و آنچه از آن خداست به خدا. چون این را شنیدند در حیرت ماندند و او را گذاشته رفتند. همان روز صدوقیان که منکر قیامت هستند نزد او آمده پرسیدند: ای استاد، موسی گفته است اگر کسی بمیرد و فرزند نداشته باشد، باید برادرش زنی وی را به نکاح خود درآورد و برای برادر خود نسل به وجود آورد. نزد ما 7 برادر بودند. یکی زن گرفته مرد و چون فرزند نداشت، زنش را به برادر خود گذاشت. همچنین دوم و سوم تا 7. بعد از همه زن نیز مرد. پس در احیای مردگان وی زنی کدامی از آن 7 نفر خواهد بود؟ زیرا که همه وی را به زنی گرفته بودند. عیسی در جواب آنها گفت: شما گمراه هستید از آن رو که نه نوشته ها را می دانید نه قدرت خدا را. زیرا که در احیای مردگان نه زن می گیرند و نه به شوهر می روند، بلکه مانند فرشتگان خدا در آسمان می باشند. اما درباره احیای مردگان آیا کلامی را که خدا به شما گفته است نخوانده اید؟ منم خدای ابراهیم و خدای اسحاق و خدای یعقوب. خدا نه خدای مردگان است بلکه خدای زندگان. و مردم شنیده از تعلیم او در حیرت ماندند. اما چون فریسیان شنیدند که او دهان صدوقیان را بسته است، با هم جمع آمدند و یکی از آنها که شریعت دان بود او را آزمودنی شده چنین سوال داد: ای استاد، کدام حکم در شریعت بزرگتر است؟ عیسی به وی گفت: خداوند خدای خود را با تمام دل تو و با تمام جان تو و با تمام هوش تو دوست بدار. همین است حکم اولین و بزرگترین. و دویمش مانند آن است: یار خود را مثل خود دوست بدار. و این 2 حکم تمام تورات و صحف انبیا اساس یافته است. هنگامی که فریسیان با هم جمع آمدند، عیسی به آنها سوال داده گفت: درباره مسیح چی فکر دارید؟ او پسر کیست؟ به او گفتند: پسر داوود. به آنها گفت: پس چطور داوود از روی الهام او را خداوند خوانده چنین میگوید: خداوند به خداوند من گفت به یمین من بنشین تا دشمنان تو را زیر پای تو اندازم. مادامی که داوود او را خداوند میخواند، چیسان او پسری وی بوده است؟ و هیچ کس در جواب او سخنی گفتن نتوانست. و پس از آن روز کسی جرأت نکرد که از او چیزی پرسد. متی بابی 23. آنگاه عیسی به مردم و به شاگردان خود خطاب کرد و گفت: کتابدانان و فریسیان بر کرسی موسی نشستند. پس آنچه به شما گویند بجا آورید و رعایت کنید، لیکن از روی اعمال آنها رفتار نکنید، زیرا که میگویند و نمیکنند. بارهای گران و دشوار را بسته بر دوش مردم میگذارند، لیکن خودشان نمیخواهند آنها را حتی با یک انگشت حرکت دهند. همه کارهای خود را برای آن میکنند که به مردم نشان دهند. داغ و تیچه های خود را وسیع‌تر میکنند و پوپک های رداهای خود را کلانتر میسازند و دوست می‌دارند که در ضیافت ها بالانشین باشند و در کرسی های اولی کنشتا جایگیر شوند و در کوچه و بازارها مردم به آنها تعظیم کنند و آنها را استاد استاد گویند. لیکن شما نباید استاد خوانده شوید، زیرا که استاد شما یکی است، یعنی مسیح است، و همه شما برادرانید. و هیچ کس را بر زمین پدر خود نخوانید،
زیرا که پدر شما یکی است که در آسمان است و نباید راهنما خوانده شوید، زیرا که راهنمای شما یکی است، یعنی مسیح است. بزرگترین شما خدمتگار شما باشد، زیرا هر که خود را بلند کند پست گردد و هر که خود را فروتن سازد سرفراز گردد. وای بر حال شما ای کتابدانان و فریسیان ریاکار که ملکوت آسمان را بر روی مردم میبندید، زیرا که خودتان نمیدرآیید و با آنهایی که در آمدن میخواهند مانع میشوید. وای بر حال شما ای کتابدانان و فریسیان ریاکار که خانه های بیوزنان را فرو میبرید و دعا را ریاکارانه طول میدهید و این سبب سخت‌تر محکوم خواهید شد. وای بر حال شما ای کتابدانان و فریسیان ریاکار که بحر و خشکی را دور میزنید تا یکی را به دین خود گردانید و هنگامی که این به شما میسر شود وی را 2 برابر از خودتان زیادتر پسر دوزخ میسازید. وای بر حال شما ای پیشوایان کور که میگویید هر کی به معبد قسم خورد هیچ گپ نه، لیکن هر کی به طلای معبد قسم خورد عهده‌دار خواهد بود. ای ابلهان و کوران، کدامش افضل است، طلا یا معبد که طلا را تقدیس میکند؟ همچنین میگویید هر کی به قربانگاه قسم خورد هیچ گپ نه، لیکن هر کی به قربانی که بر آن از قسم خورد عهده‌دار خواهد بود. ای ابلهان و کوران، کدامش افضل است، قربانی یا قربانگاه که قربانی را تقدیس میکند؟ پس هر کی به قربانگاه قسم خورد به آن و به هر چی بر آن است قسم خورده باشد، و هر کی به معبد قسم خورد به آن و به او که ساکن آن است قسم خورده باشد، و هر کی به آسمان قسم خورد به تخت خدا و به او که بر آن نشسته است قسم خورده باشد. وای بر حال شما ای کتابدانان و فریسیان ریاکار که از نعنا بادیان و زیره عشر میدهید، لیکن بزرگترین احکام شریعت یعنی داوری، مرحمت و ایمان را ترک کرده اید. میبایست آنها را به جا آورده اینها را نیز ترک نمی کردید. ای پیشوایان کور که پشه را صافی کرده شتر را فرو میبرید. وای بر حال شما ای کتابدانان و فریسیان ریاکار که بیرون پیاله و طبق را تازه میکنید در صورتی که درون آنها از دزدی و افراطکاری پر است. ای فریسی کور، اول درون پیاله و طبق را تازه کن تا که بیرون آن نیز تازه باشد. وای بر حال شما ای کتابدانان و فریسیان ریاکار که به قبرهای سفید کرده شده مانند می باشید که از بیرون زیبا می نمایند، لیکن درونشان از استخوان‌های مردگان و هر خیل نجاست پر است. همچنین شما نیز به ظاهر به نظر مردم عادل می نمایید، لیکن در باطن از ریاکاری و شرارت پر هستید. وای بر حال شما ای کتابدانان و فریسیان ریاکار که مقبره های انبیا را بنا می کنید و بناهای یادگاری عادلان را زینت می دهید و می گویید اگر در زمان پدران خود می بودیم در ریختن خون انبیا با آنها شریک نمی شدیم. و همین طریق خودتان بر ضد خود شهادت می دهید که فرزندان قاتلان انبیا هستید. پس شما هم ظرف پدران خود را لبریز کنید. ای ماران و افعیزادگان، از محکومیت دوزخ چطور گریخته می توانید؟ بنابراین اینک من نزد شما انبیا و حکما و کتابدانان را می فرستم و شما بعضی را خواهید کشت و مصلوب خواهید کرد و بعضی را در کنشت‌های خود تازیانه زده از شهر به شهر خواهید راند تا تمام خون عادلان که بر زمین ریخته شد بر سر شما فرود آید، از خون هابیل عادل تا خون زکریا ابن برکیا که وی را شما در میان معبد و قربانگاه کشتید. براستی به شما میگویم که این همه بر سر این نسل خواهد آمد. ای یروشلیم یروشلیم که انبیا را میکشی و آنهایی را که نزد تو فرستاده شدند سنگسار میکنی.
چند بار خواستم فرزندان تو را جمع کنم، مانند ماکیانی که چوجه های خود را زیر بالش جمع می کند و شما نخواستید. اینک خانه شما به شما ویران گذاشته می شود. زیرا به شما می گویم از این پس مرا نخواهید دید تا دمی که بگویید مبارک است آن که به اسم خداوند می آید. متی بابی 24. و عیسی از معبد برآمده می رفت و شاگردانش نزد او آمدند تا که عمارت‌های معبد را به او نشان دهند. عیسی در جواب آنها گفت: آیا همه اینها را می بینید؟ به راستی به شما می گویم در اینجا سنگ بر سنگ نخواهد ماند، همش خراب خواهد شد. وقتی که او بر کوه زیتون نشسته بود، شاگردانش به تنهایی نزد او آمده پرسیدند: ما را آگاه کن که این کی واقع می شود و علامت آمدن تو و آخر زمان چگونه است؟ عیسی در جواب آنها گفت: هوشیار باشید که کسی شما را گمراه نکند، زیرا بسیار کسان با نام من آمده گویند که من مسیح هستم و مردم بسیار را گمراه خواهند کرد. جنگ‌ها و آوازه جنگ‌ها را خواهید شنید. زنهار نترسید، زیرا همه این باید واقع شود، لیکن این هنوز انتها نیست. زیرا قوم بر ضد قوم و سلطنت بر ضد سلطنت قیام خواهد کرد و در هر جا قحطی‌ها، وباها و زلزله‌ها روی خواهد داد، اما همه اینها ابتدای دردهاست. آنگاه شما را به شکنجه‌ها تسلیم کرده خواهند کشت و همه قوم‌ها از برای اسم من به شما عداوت خواهند داشت. در آن زمان بسیار کسان به وسوسه خواهند افتاد و یکدیگر را تسلیم خواهند کرد و از یکدیگر نفرت خواهند داشت و بسی انبیای کاذب به میدان آمده مردم بسیار را گمراه خواهند کرد و به سبب افزودن شرارت محبت بسیار کسان سرد خواهد شد، لیکن هر کی تا آخر صبر کند نجات خواهد یافت. و این انجیل ملکوت در تمام عالم موعظه خواهد شد تا که برای همه خلقها شهادت شود و آنگاه انتها فرا خواهد رسید. پس چون کراهت خرابی را که دانیال نبی به زبان آورده است در جای مقدس برپا ببینید، هر که خواند در کند، آنگاه آنهایی که در یهودا می باشند به کوهستان گریزند و هر که بر بام باشد برای گرفتن چیزی از خانه خود پایان نفراید و آن که در کیشزار است برای گرفتن جامه خود بر نگردد. لیکن وای بر حال حامله داران و شیرداران در آن ایام. دعا کنید که گریختن شما در زمستان و یا روز شنبه روی ندهد، زیرا در آن زمان چنان مصیبت بزرگ خواهد شد که از ابتدای عالم تا حال نشده است و بار دیگر نخواهد شد. و اگر آن ایام کوتاه نمی شد هیچ کسی نجات نمی یافت، لیکن از برای برگزیدگان آن ایام کوتاه خواهد شد. در آن هنگام اگر کسی به شما گوید اینک مسیح در اینجاست یا در آنجاست، باور نکنید، زیرا که مسیحان کاذب و انبیای کاذب به میدان آمده علامات و معجزات بزرگ نشان خواهند داد تا که اگر ممکن باشد برگزیدگان را نیز گمراه کنند. اینک من پیشکی به شما گفتم. پس اگر به شما گویند اینک در بیابان است، بیرون نروید، اینک در حجره است، باور نکنید، زیرا چطوری که برق در شرق ظاهر شده در غرب هم نمودار می گردد، آمدن پسر آدم نیز چنین خواهد شد. هر جا که لاشه باشد کرگسان در آنجا جمع شوند و فوراً پس از مصیبت آن ایام آفتاب خیره شود و ماه روشنایی خود را ندهد و ستارگان از آسمان فرو ریزند و قوه های افلاک متزلزل شوند. آنگاه علامت پسر آدم در آسمان نمودار خواهد گردید و آنگاه همه قبیله های روی زمین نوحه کنند و پسر آدم را بینند که با قدرت و جلال عظیم بر ابرها می آید و فرشتگان خود را با کرنه بلند آواز خواهد فرستاد
و برگزیدگان او را از 4 جانب از یک کنار آسمان تا کنار دیگرش فراهم خواهد آورد. اکنون از درخت انجیر مثال گیرید. چون شاخه‌اش نرم شده برگ آورد، می‌دانید که تابستان نزدیک است. همچنین شما چون همه این چیزها را دیدید، بدانید که نزدیک است، نزدیک در است. براستی به شما میگویم این نسل هنوز از عالم نگذشته، همه این چیزها واقع خواهد شد. آسمان و زمین گذران است، لیکن کلام من گذران نیست. اما آن روز و ساعت را غیر از پدر من هیچ کس، حتی فرشتگان آسمان هم نمیدانند. چطوری که در ایام نوح شده بود، در آمدن پسر آدم نیز همان طور خواهد شد. زیرا چطوری که در ایام پیش از طوفان تا آن روزی که نوح به کشتی در آمد، می خوردند، می نوشیدند، زن می گرفتند و به شوهر می رفتند و چیزی نمی فهمیدند، تا دمی که طوفان آمده همه را نیست و نابود کرد، آمدن پسر آدم نیز همان طور خواهد شد. آن وقت از 2 نفری که در کشتزار هستند، یکی گرفته و دیگری گذاشته خواهد شد. و از 2 زنی که با دستاس مشغولند، یکی گرفته و دیگری گذاشته خواهد شد. پس بیدار باشید، زیرا نمیدانید که خداوند شما در کدام ساعت می آید. لیکن همین را شما میدانید که اگر صاحب خانه میدانست که در کدام پاس شب دوست می آید، بیدار مانده نمی گذاشت که به خانه اش نقب زند. بنابراین شما نیز تیار باشید، زیرا در ساعتی که گمان ندارید پسر آدم می آید. پس آن غلام معتمد و دانا کیست که آقایش وی را بر خدمتگاران خود تعیین کرده باشد تا که به آنها در سری وقت خوراک دهد؟ خوش آن غلامی که آقایش آمده وی را مشغول همین کار یابد. براستی به شما می گویم که وی را بر تمام دارایی خود تعیین خواهد کرد. لیکن اگر آن غلام بدکردار باشد و در دل خود گوید که آقای من به زودی نمی آید و به زدن غلامان دیگر شروع کند و با بدمستان به خوردن و نوشیدن مشغول شود، آقای آن غلام در روزی که وی منتظر نیست و در ساعتی که گمان ندارد خواهد آمد و او را 2 پاره کرده قسمتش را با ریاکاران برابر خواهد کرد. در آنجا گریه و قیراس دندان خواهد بود. متی باب 25. در آن زمان ملکوت آسمان مانند 10 باکیره خواهد بود که چراغ‌های خود را برداشته به پیشواز داماد بیرون رفتند. از آنها 5 نفر دانا و 5 نفر نادان بودند. نادانان چراغ‌های خود را گرفتند، ولی با خود روغن نگرفتند. لیکن دانایان با چراغ‌های خود در ظرف‌ها نیز روغن گرفتند. چون داماد دیر ماند، همه پینک رفته خفتند و در نصف شب آواز بلند شد: اینک داماد می آید، به پیشواز وی بیرون آید. آنگاه همه باکیره ها برخاسته چراغ‌های خود را تیار کردند و نادانان به دانایان گفتند: از روغن خود به ما دهید، زیرا چراغ‌های ما خاموش می شود. اما دانایان در جواب گفتند: نه، مبادا برای ما و شما کمی کند. بهتر است که شما نزد فروشندگان رفته برای خود بخرید. و هنگامی که آنها برای خریدن رفتند، داماد آمد و آنهایی که تیار بودند با وی به توی عروسی در آمدند و در بسته شد. بعد از آن باکیره های دیگر نیز آمده گفتند: ای آقا با ما واز کن. لیکن وی در جواب آنها گفت: براستی به شما میگویم شما را نمیشناسم. پس بیدار باشید، زیرا نمیدانید که پسر آدم در کدام روز و کدام ساعت می آید. زیرا مانند کسی است که به سفر دور رفتنی شده، غلامان خود را طلبید و مال و ملکش را به آنها سپرد. به یکی 5 تلنت، به دیگر 2، به سومی 1، یعنی به هر کدام علی قدر حالش داده در حال به سفر رفت. آن که 5 تلنت گرفته بود رفته به تجارت مشغول شد و 5 تلنت دیگر فایده کرد. همچنین آن که 2 تلنت گرفته بود
2 تلنت دیگر به دست آورد. لیکن آن که 1 تلنت گرفته بود رفت زمین را کند و پول آقای خود را پنهان کرد. پس از مدت دور و دراز آقای آن غلامان آمده از آنها حسابات طلب کرد. آن که 5 تلنت گرفته بود 5 تلنت دیگر را هم آورده گفت: ای آقا، تو به من 5 تلنت داده بودی، اینک با آنها 5 تلنت دیگر به دست آوردم. آقایش به وی گفت: آفرین ای غلام نیک و معتمد، تو در چیزی اندک معتمد بودی، تو را بر چیزهای بسیار بگمارم، به شادی آقای خود شریک شو. همچنین آن که 2 تلنت گرفته بود نزد وی آمده گفت: ای آقا، تو به من 2 تلنت داده بودی، اینک با آنها 2 تلنت دیگر به دست آوردم. آقایش به وی گفت: آفرین ای غلام نیک و معتمد، تو در چیزی اندک معتمد بودی، تو را بر چیزهای بسیار بگمارم، به شادی آقای خود شریک شو. پس آن که 1 تلنت گرفته بود نزد وی آمده گفت: ای آقا، چون می دانستم که تو مرد سختگیری هستی، از جایی که نکاشته می دروی و از جایی که نپاشیده جمع می کنی، بنابراین ترسیدم و رفته تلنت خود را در زمین پنهان کردم، اینک مال تو اینجاست. آقایش در جواب وی گفت: ای غلام شریر و تنبل، تو می دانستی که من از جایی که نکاشتم می دروم و از جایی که نپاشیدم جمع می کنم. از این رو تو می بایست پولی مرا به صرافان می دادی و من آمده پولی خود را با فایدهش می گرفتم. پس آن تلنت را از وی گرفته به کسی که 10 تلنت دارد بدهید، زیرا هر کی دارد به وی داده و افزون شود، لیکن هر کی ندارد از وی آنچه نیز دارد گرفته شود. و آن غلام نابکار را به ظلمات بیرون برآورده پرتایید، در آنجا گریه و غژ راست دندان خواهد بود. لیکن وقتی که پسر آدم در جلال خود با همه فرشتگان مقدس می آید، آنگاه بر تخت جلال خود خواهد نشست و همه خلقها در نزد او جمع خواهند شد و آنها را از یکدیگر جدا خواهد کرد، مثل چوپانی که گوسفندان را از بوسها جدا می کند و گوسفندان را به طرف راست و بوسها را به طرف چپ خود جای خواهد داد. آنگاه پادشاه به آنهایی که به طرف راست او هستند خواهد گفت: بیایید ای برکت یافتگان از پدر من، ملکوتی را که از ابتدای آفرینش عالم برای شما مهیا شده است میراث بگیرید. زیرا که گرسنه بودم به من خوراک دادید، تشنه بودم به من آب دادید، غریب بودم مرا پذیرفتید، برهنه بودم مرا پوشاندید، بیمار بودم مرا عیادت کردید، در زندان بودم به دیدن من آمدید. آنگاه عادلان در جواب خواهند گفت: خداوندا، کی تو را گرسنه دیدیم و خوراک دادیم، یا تشنه دیدیم و آب دادیم؟ کی تو را غریب دیدیم و پذیرفتیم، یا برهنه دیدیم و پوشاندیم؟ کی تو را بیمار یا محبوس دیدیم و به دیدن تو آمدیم؟ و پادشاه در جواب آنها خواهد گفت: به راستی به شما میگویم، آنچه به یکی از این برادران خردترین من کرده اید به من کرده اید. آنگاه به آنهایی که به طرف چپ او هستند خواهد گفت: ای ملعونان، از من دور شوید و با آتش جاودانه‌ای که برای ابلیس و فرشتگان وی مهیا شده است بروید. زیرا که گرسنه بودم به من خوراک ندادید، تشنه بودم به من آب ندادید، غریب بودم مرا نپذیرفتید، برهنه بودم مرا نپوشاندید، بیمار و محبوس بودم به عیادت من نآمدید. آنها نیز در جواب او خواهند گفت: خداوندا، کی تو را گرسنه یا تشنه یا غریب یا برهنه یا بیمار یا محبوس دیدیم و به تو خدمت نکردیم؟ آنگاه در جواب آنها خواهد گفت: به راستی به شما میگویم، آنچه شما به یکی از این خردترین ها نکرده اید به من نکرده اید. و آنها به عذاب جاودانی خواهند رفت، ولی عادلان به حیات جاودانی. متی بابی 26. چون عیسی همه این سخنان را به پایان رساند، به شاگردان خود گفت: شما می دانید که پس از 2 روز عید فیس هست
و پسر آدم تسلیم کرده خواهد شد تا که مصلوب گردد. آنگاه سرکاهنان و کتابدانان و پیران قوم در حولی سرکاهن که قیافا نام داشت جمع آمدند و مشورت کردند که عیسی را با حیله دستگیر کرده به قتل رسانند. لیکن می گفتند نه در عید مبادا در بین مردم آشوب روی دهد. و هنگامی که عیسی در بیت هینی در خانه شمعون مخوی بود، زنی با ظرف گجین روغنی اطرفشان گرانبها نزد او آمد و در حالتی که او در سری سفره نشسته بود بر سری او ریخت و شاگردانش چون این را دیدند ناراضی شده گفتند این اسرافکاری برای چیست؟ زیرا که روغن اطرفشان را به قیمتی گران فروخته به مسکینان دادن ممکن بود. لیکن عیسی این را دریافته به آنها گفت چرا زن را خجل میکنید؟ وی برای من کاری نیکو کرد. زیرا مسکینان هر وقت در نزد شما هستند، لیکن من همیشه با شما نیستم. و این روغن اطرفشان را بر بدن من ریخته مرا برای دفن تیار کرد. و راستی به شما میگویم در تمام جهان هر جا که انجیل موعظه شود، کار وی نیز برای یادآوری وی ذکر خواهد یافت. آنگاه یکی از آن 12 که یهودای اسقریوت نام داشت پیش سرکاهنان رفت و گفت با من چی خواهید داد تا که او را به شما تسلیم کنم؟ آنها به وی 30 سکه نقره تکلیف کردند و از آن دم وی فرصت می جست که او را تسلیم کند. در روز اولی عید فطیر شاگردان نزد عیسی آمده گفتند کجا میخواهی فسح را برای خوردن تو تیار کنیم؟ گفت به شهر نزد فلانی بروید و بگویید استاد میگوید وقت من نزدیک است و فسح را با شاگردان خود در خانه تو میگذرانم. و شاگردان آنچه عیسی فرموده بود به جا آوردند و فسح را آماده کردند. بیگاهی روز او با آن 12 در سری سفره نشست و هنگامی که طعام می‌خوردند گفت به راستی به شما میگویم که یکی از شمایان مرا تسلیم خواهد کرد. آنها بسیار غمگین شدند و پسی هم دیگر به او میگفتند خداوندا آیا آن منم؟ او در جواب گفت آن که با من دست در طبق می اندازد همان کس مرا تسلیم خواهد کرد. اگرچه پسر آدم آنچنان که درباره او نوشته شده است می رود، لیکن وای بر حال آن کسی که پسر آدم به واسطه وی تسلیم کرده شود. برای وی بهتر می بود که تولد نمی یافت. در جواب یهودا که تسلیم کننده او بود گفت ای استادم آیا آن منم؟ با وی گفت تو گفتی. و هنگامی که آنها طعام می‌خوردند عیسی نان را گرفته برکت داد و پاره کرده به شاگردان داد و گفت بگیرید و بخورید که این بدن من است. و کاسه را گرفته شکرگزاری نمود و به آنها داده گفت همه از این بنوشید، زیرا این از خون من از عهد جدید که برای بسیار کسان از بحر آمرزش گناه ها ریخته می شود. اما به شما می گویم که من بعد از این شیره انگور نخواهم نوشید تا همان روزی که در ملکوت پدر خود آن را با شما تازه بنوشم. و هم دو ثنا خوانده به سوی کوه زیتون روانه شدند. آنگاه عیسی به آنها گفت همه شما این شب در حق من به وسوسه خواهید افتاد، زیرا نوشته شده است چوپان را میزنم و گوسفندان رمه پراکنده خواهند شد. اما پس از احیا شدنم پیش از شما به جلیل خواهم رفت. پتروس در جواب او گفت اگر همه در حق تو به وسوسه افتند هم من هرگز نمی افتم. عیسی به وی گفت به راستی به تو میگویم که در همین شب پیش از آن که خروس بانگ زند مرا 3 بار این کار خواهی کرد. پتروس به او گفت حتی اگر با تو مردنم لازم آید تو را این کار نمی کنم.
همه شاگردان نیز همچنین گفتند. بعد از این عیسی با آنها به موضعی که جتسمانی نام داشت آمد و به شاگردانش گفت: در اینجا بنشینید تا در آنجا دعا گویم. و پتروس و هر دو پسر زبدای را با خود برد و خیلی محزون و دلتنگ شد و به آنها گفت: جان من تا به درجه مرگاور محزون شده است. در اینجا بمانید و با من بیدار باشید. و کمی پیشتر رفته رو به زمین افتاد و دعا کرده گفت: ای پدر من، اگر ممکن باشد این کاسه از من بگذرد، لیکن نه با خواهش من بلکه با اراده تو. و نزد شاگردانش آمده آنها را خفته یافت و به پتروس گفت: آیا نتوانسته ساعت با من بیدار باشید؟ بیدار باشید و دعا گویید تا به آزمایش دچار نشوید. روح بردم است لیکن جسم ناتوان. باری دیگر رفته باز دعا کرد و گفت: ای پدر من، اگر ممکن نباشد که این کاسه بیان که آن را بنوشم از من بگذرد، پس آنچه اراده توست بشود. و آمده باز آنها را خفته یافت، زیرا چشمانشان خوابالود بود. و آنها را گذاشته باز رفت و باری سیوم با همان سخنان دعا گفت. آنگاه نزد شاگردانش آمده به آنها گفت: شما هنوز میخوابید و استراحت میکنید؟ اینک ساعت رسیده است و پسر آدم به دست گناهکاران تسلیم کرده می شود. برخیزید برویم، اینک آن که مرا تسلیم میکند نزدیک آمد. و هنوز که او سخن می گفت، اینک یهودا که یکی از آن 12 بود و با وی مردم بسیاری از جانب سرکاهنان و پیران قوم با شمشیر و تیاقها آمدند. تسلیم کننده او اشارتی به آنها داده گفته بود: هر کی را ببوسم او همان است، او را دستگیر کنید. و در حال نزد عیسی آمده گفت: السلام ای استاد. و او را بوسید. لیکن عیسی به وی گفت: ای رفیق، برای چی آمدی؟ و آنها نزدیک آمده دستهای خود را بر عیسی انداختند و او را گرفتند. و ناگاه یکی از همراهان عیسی دست آورده شمشیر خود را از غلاف کشید و به غلام سرکاهن زده گوش وی را بریده پرداخت. عیسی به وی گفت: شمشیر خود را غلاف کن، زیرا هر که شمشیر کشد به شمشیر کشته شود. یا گمان میکنی که الحال نمیتوانم از پدر خود خواهش نمایم که برای من زیاده از 12 فوج فرشتگان را روان کند؟ لیکن در آن صورت نوشته ها چگونه به عمل می آید که همین طور باید بشود. در همان ساعت عیسی به مردم گفت: گویا بر ضد راهزن شما با شمشیر و تیاقها بیرون آمده اید تا مرا دستگیر کنید. هر روز من نزد شما در معبد نشسته تعلیم می دادم و شما مرا دستگیر نکردید. لیکن این همه شد تا که نوشته های انبیا به عمل آید. آنگاه همه شاگردان او را واگذاشته گریختند. و آنهایی که عیسی را دستگیر کردند او را نزد سرکاهن قیافا آوردند که در آنجا کتابدانان و پیران جمع آمده بودند. لیکن پتروس از دور تا حولی سرکاهن از پی او روانه شد و به درون آن در آمده با خدمتگاران نشست تا که انجام کار را ببیند. سرکاهنان و تمام شورای پیران در جستجوی شهادتی بر دروغ بر ضد عیسی بودند تا او را به قتل رسانند، لیکن نیافتند، با وجود آن که بسیار شاهدان کاذب آمده بودند هیچ نیافتند. نهایت 2 شاهد کاذب آمده گفتند: او می گفت می توانم معبد خدا را ویران کنم و در ظرف 3 روز آن را از نو بنا کنم. و سرکاهن برخاسته به او گفت: هیچ جواب نمیدهی؟ این چیست که اینها بر ضد تو شهادت میدهند؟
اما عیسی خاموش ماند و سرکاهین به او گفت: تو را به خدای حی قسم می دهم، و ما بگو که آیا تو مسیح پسر خدا هستی؟ عیسی به وی گفت: تو گفتی، اما من به شما می گویم پس از این پسر آدم را خواهید دید که به یمین قدرت نشسته بر ابرهای آسمان می آید. آنگاه سرکاهین جامه خود را درانده گفت: او کفر گفت، دیگر به شاهدان چه حاجت داریم؟ اینک اکنون شما کفر او را شنیدید، چه ملاحظه دارید؟ در جواب گفتند: سزاواری مرگ است. آنگاه به سر و روی او توف کردن گرفتند و او را می زدند. بعضی ها او را تارسکی می زدند و می گفتند: ای مسیح، به ما نبوت کن که تو را کی زده است؟ اما پتروس در بیرون در روی حولی نشسته بود و کنیزی نزد وی آمده گفت: تو نیز با عیسی جلیلی بودی. لیکن وی در نزد همه انکار کرده گفت: نمیدانم که تو چی میگویی. وقتی که از دروازه بیرون می رفت، کنیز دیگری وی را دیده با آنهایی که در آنجا بودند گفت: این هم با عیسی ناصری بود. وی باری دیگر انکار کرده قسم خورد که آن آدم را نمی شناسد. پس از مدت حاضران نزدیک آمده به پتروس گفتند: در حقیقت تو نیز یکی از آنها می باشی، زیرا که لهجه تو به این شهادت می دهد. آنگاه وی به سوگند و قسم خوردن آغاز نموده گفت: آن آدم را نمی شناسم. و در حال خروس بانگ زد و پتروس سخن عیسی را به یاد آورد که به وی گفته بود: پیش از آن که خروس بانگ زند مرا 3 بار انکار خواهی کرد. و بیرون رفته زار زار گریست. متی باب 27. چون بامداد رسید، همه سرکاهنان و پیران قوم درباره عیسی مشورت کردند که او را به قتل رسانند. و او را بسته بردند و به حاکم پانتیوس پیلاتوس تسلیم کردند. تسلیم کننده او یهودا چون دید که او را محکوم کردند پشیمان شد و 30 سکه نقره را به سرکاهنان و پیران گردانده داد و گفت: من گناه کردم که خون بیگناه را تسلیم کردم. آنها به وی گفتند: با ما چی؟ خودت میدانی. و سکه های نقره را وی در معبد پرتافته برآمده رفت و خود را آویخته کشت. لیکن سرکاهنان سکه های نقره را گرفته گفتند: این را به گنجینه معبد انداختن جایز نیست، چون که این خونبهاست. و مشورت کرده به این پول کیسدار کلال را برای قبرستان غریبان خریده گرفتند. به این سبب آن کیسدار تا امروز مزرعه خون نامیده می شود. آنگاه کلامی که با زبان ارمیای نبی گفته شده است به عمل آمد. آنها 30 سکه نقره را گرفتند، یعنی بهای آن بها مانده شده که بنی اسرائیل به او تعیین کرده بودند، و آن را برای کشتزار کلال دادند، چنان که خداوند به من گفت. اما عیسی در نزد حاکم ایستاده بود و حاکم از او پرسید: آیا تو پادشاه یهودیان هستی؟ عیسی به وی گفت: تو میگویی. وقتی که سرکاهنان و پیران او را عیبدار می کردند، او هیچ جواب نمی داد. آنگاه پیلاتوس به او گفت: آیا نمیشنوی چقدر بر ضد تو شهادت می دهند؟ لیکن در جواب وی یک سخن هم نگفت، به طوری که حاکم بسیار در حیرت ماند. حاکم عادت داشت که در هر عید یک بندی را که می خواستند برای مردم آزاد می کرد. در آن وقت در آنجا بندی شهرتناکی بود که باراباس نام داشت. پس وقتی که آنها جمع شدند،
پیلاتوس به آنها گفت: کی را می‌خواهید که برای شما آزاد کنم؟ باراباس را یا عیسی را که مسیح می‌نامند؟ زیرا می‌دانست که او را از روی حسد تسلیم کرده بودند. وقتی که وی بر کرسی داوری نشسته بود، زنش کس فرستاده گفت: با آن عادل تو را کاری نباشد، چون که امروز در خواب از باعث او زحمت بسیار کشیدم. لیکن سرکاهنان و پیران مردم را برانگیخته بودند که آزادی باراباس و قتل عیسی را طلب کنند. پس حاکم به آنها رو آورده گفت: از این دو کدامش را می‌خواهید که برای شما آزاد کنم؟ آنها گفتند: باراباس را. پیلاتوس به آنها گفت: پس عیسی را که مسیح می‌نامند چی کنم؟ همه گفتند: او را مصلوب کن. حاکم گفت: او چی بدی کرده است؟ لیکن آنها باز هم زیادتر فریاد زدند: او را مصلوب کن. پیلاتوس چون دید که هیچ گپ فایده ندارد بلکه آشوب بیشتر می گردد، آب طلبیده دست خود را در نزد مردم شست و گفت: من از خون این عادل بری هستم، شما بدانید. تمامی قوم در جواب گفتند: خون او بر گردن ما و فرزندان ما باشد. پس باراباس را برای آنها آزاد کرد و عیسی را تازیانه زده برای مصلوب کردن تسلیم کرد. و آنگاه سربازان حاکم عیسی را به سربازخانه برده تمامی فوج را گرد او جمع آوردند و لباس او را کشیده جامه ارغوان به او پوشاندند و تاج از خار بافته بر سرش نهادند و قمیشی به دست راست او دادند و نزد او زانو زده مسخره کنان گفتند: سلام ای پادشاه یهودیان. و بر او توف کردند و قمیش را گرفته بر سرش زدند. پس از آن که او را بسی استهزا کردند، جامه ارغوان را از تنش کشیده لباس خودش را پوشاندند و او را بیرون بردند تا که مصلوب کنند. چون بیرون رفتند، کسی را که شیمعون نام داشت و از قورین بود دیده مجبور کردند که صلیب او را بردارد. و چون به جایی که جالتا یعنی جای کاسخانه سر نام داشت رسیدند، سرکای با زهر آمیخته برای نوشیدنش دادند، لیکن چون چشید نخواست که بنوشد. آنانی که او را مصلوب کردند لباس او را قرعه پرتافته تقسیم کردند تا به عمل آید کلامی که با زبان نبی گفته شده است: سر و لباس مرا در میان خود تقسیم کردند و بر پیراهن من قرعه پرداختند. و در آنجا نشسته او را پاسبانی کردند و عیب نامه نوشته بالای سر او آویختند که چنین بود: این است عیسی پادشاه یهودیان. با او دو راهزن را، یکی از دست راستش و دیگری از دست چپش مصلوب کردند و راه گذران او را دشنام داده و سر جنبانده می گفتند: ای تو که معبد را ویران کرده در 3 روز از نو بنا میکنی، خودت را نجات ده. اگر تو پسر خدا باشی از صلیب فرود آی. همچنین سرکاهنان با کتابدانان و پیران او را استهزا کرده می گفتند: دیگران را نجات میداد، لیکن خودش را نجات داده نمیتواند. اگر او پادشاه اسرائیل باشد، اکنون از صلیب فرود آید تا به او ایمان آوریم. به خدا توکل کرده بود، اکنون او را رها کند اگر دلخواهش باشد، زیرا او گفته بود: من پسر خدا هستم. همچنین راهزنانی که با او مصلوب شده بودند او را دشنام می دادند. و از ساعت 6 تمامی روی زمین را تا ساعت 9 تاریکی فرا گرفت. و نزدیک به ساعت 9 عیسی با آوازی بلند فریاد زده گفت: الی
الی لما سبقتانی، یعنی خدای من چرا مرا ترک کرده ای؟ بعضی از حاضران چون شنیدند گفتند او ایلیاس را میخواند. در حال یکی از آنها اسفنجی را گرفته از سرکا پر کرد و بر سر نی نهاده نزدیک دهان او بود تا بنوشد. لیکن دیگران گفتند بیستید ببینیم که آیا ایلیاس می آید تا که او را نجات دهد. عیسی باز با آوازی بلند فریاد زده جان داد و اینک پرده معبد از بالا تا پایان دریده دو پاره شد و زمین جنبید و سنگها شکافته شد و قبرها گشاده شد و بسیار جسدهای مقدسان که آرامیده بودند احیا شدند و بعد از احیای او از قبرها برآمده به شهر مقدس رفتند و به بسیار کسان ظاهر شدند. اما میری صد و آنهایی که با وی عیسی را پاسبانی می کردند جنبش زمین و رویدادهای دیگر را دیده به غایت ترسیدند و گفتند به راستی او پسر خدا بود. همچنین زنان بسیاری که از جلیل از عقیب عیسی آمده بودند و به او خدمت می کردند در آنجا ایستاده از دور می نگریستند. در میان آنها مریم مجدلیه و مریمی که مادر یعقوب و یوسف بود و مادر پسران زبدای نیز بودند. و چون شام شد یوسف نام دولتمندی که از اهل حرامات و او نیز از شاگردان عیسی بود آمد و نزد پیلاطوس رفته جسد عیسی را طلب کرد. پیلاطوس فرمان داد که داده شود. یوسف جسد را گرفته به کتان تازه پیچاند و آن را در قبر نوی که از سنگ برای خود تراشیده بود نهاد و سنگ کلانی را بر در قبر خیلانیده رفت. مریم مجدلیه و آن مریم دیگر در آنجا در روبروی قبر نشسته بودند. فردای آن که پس از روز جمعه بود سرکاهنان و فریسیان نزد پیلاطوس جمع آمدند و گفتند ای آقا، در خاطر داریم که آن فریبگر وقتی که زنده بود گفته بود که پس از 3 روز احیا خواهم شد. پس بفرما که قبر را تا روز 3 پاسبانی کنند تا شاگردانش شبانه او را دزدیده به قوم نگویند که از مردگان احیا شد و فریب آخرین از اولین بدتر شود. پیلاطوس با آنها گفت شما پاسبانها دارید، بیروید و چنان که میدانید پاسبانی کنید. آنها رفته در نزد قبر پاسبانان را گذاشتند و سنگ آن را مهر کردند. متی باب 28. بعد از گذشتن شنبه سپیدم روز یکشنبه مریم مجدلیه و آن مریم دیگر برای دیدن قبر آمدند. ناگاه زلزله سخت روی داد، زیرا فرشته خداوند از آسمان فرآمده سنگ را از در قبر غیلانید و بر آن بنشست. نمود وی مانند برق و لباسش چون برف سفید بود. پاسبانان از وی ترسیده به لرزه افتادند و مثل مرده شدند. اما فرشته به زنان رو آورده گفت نترسید، زیرا میدانم که عیسی مصلوب را جستجو میکنید. او در اینجا نیست، زیرا چنان که گفته بود احیا شد. بیایید و جایی را که او خفته بود ببینید و به زودی رفته به شاگردانش گویید که او از مردگان احیا شد و پیش از شما به جلیل می رود. در آنجا او را خواهید دید. اینک به شما گفتم. و آنها شتابان از قبر برآمده با ترس و شادی عظیم دویده رفتند تا که به شاگردان او خبر دهند. وقتی که برای آگاه کردن شاگردان او می رفتند اینک عیسی
به آنها واخورده گفت: سلام بر شما. آنها نزدیک آمده و پایهایش چسبیدند و به او سجده کردند. آنگاه عیسی به آنها گفت: نترسید. رفته به برادرانم خبر دهید که به جلیل روند و در آنجا مرا خواهند دید. چون آنها می رفتند، بعضی از پاسبانان به شهر آمده به سرکاهنان تمامی واقعه را خبر دادند و آنها با پیران جمع آمده و مشورت کرده به سربازان پولی بسیاری دادند و گفتند: بگویید که شاگردان او شبانه آمده وقتی که ما در خواب بودیم او را دزدیدند و اگر این سخن به گوش حاکم رسد ما وی را باور میکنیم و شما را از خطر فارغ میگردانیم. آنها پول را گرفته موافق آن دستور عمل کردند و این آوازه تا امروز در میان یهودیان پخش شده است. اما 11 شاگرد به جلیل و کویی که عیسی تعیین کرده بود رفتند و او را دیده به او سجده کردند، لیکن بعضی از آنها به شبهه افتادند و عیسی نزدیک آمده به آنها گفت: به من تمام قدرت در آسمان و بر زمین داده شده است. پس بروید و همه خلقها را شاگرد سازید و آنها را به اسم پدر و پسر و روح القدس تعمید دهید و آنها را تعلیم دهید تا هر آنچه را که به شما فرمودم به جا آورند و اینک من هر روزه تا آخر زمان با شما هستم. آمین.